اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصش اینه که برای شبهات تواهیه مشوره نکنید، بلکه برای کارهای خیر مشوره کنید. برای ناراحت کردن مسلمان ها با هم سرگوشی میکرده. مسلمان ها فکر میکرده اینها چه خبری دارن، دوتا اینجا حرف میزنه و اشاره میکنه، دوتا اونجا حرف میزنه و اشاره میکنه. لحظه مسلمان ها ناراحت میشدن که خبری شده در جبهه جنگ، خبری شده در غزوات، به این خاطر مسلمان ها ناراحت میشدن. الله تعالی میگه لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیری نیست در بسیاری از سرگوشی های منافقین، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، مگر کسی که دستور صدقه بده، سر باکر و قومش هست، آشنایش هست، بدون با اون تکلف هم کس بشه، میبینه که نمیده، میبینه که در راه خدا انفاق نمیکنه، این انسان محرمانه بگه که بابا از این مال، از این ثروت، از این امکانات الله تعالی به داده، تو در راه خدا خرج کن. سرگوشی برای صدقه او اصلاح بین الناس، یا برای آشتی دادن مردم با هم سرگوشی، چون اصلاح بین الناس حتما سرگوشی و ارتباط میخواد. برو با این طرف درگیر حرف بزن و سرگوشی کن، با اون طرف درگیر حرف بزن و سرگوشی کن، و این تنافری که نسبت بین طرفین شده، این تنافرها را نسبت به یکدیگر برطرف کن. این هم سرگوشی میخواهد، حرف میخواهد، باید طرفین درگیر را متقاعد کرد، هر کسی را به نحوی مطابق سلیقه‌ای که دارد اون به اصطلاح مصلح، اصلاح بین الناس، یا معروف. مثلا معروف شما وقت سرگوشی میکنید به راه خیر او را راهنمایی میکنید، به نماز نمیخواند به نماز، روزه نمیگیره به روزه، راه انحراف میبرد از راه های بد او را، شراب میخوره، با شما به تکلفه، به کارهای خیر او را سرگوشی کردن و دعوت دادن. این سه مورد خیر. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر بصدقه، نجوا من امر بمعروف، نجوا من امر باصلاح بین الناس. امر بصدقه، امر بمعروف، یا برای اصلاح بین الناس. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هر کسی این سرگوشی ها را انجام بدهد، این اعمال سرگوشی ها را، و طلبگار رضای خدا باشد، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، او را ما اجر عظیم میدیم. واقعا این کارهای بزرگیه، اصلاح بین الناس کار بزرگیه. امر به معروف و نهی از منکر به صورت گشت خصوصی، به صورت ملاقات خصوصی، کسی را به کار خیر وادار کردن، اینها اجر بزرگی دارن، لیکن این اعمالات توشون ریا می آید. اصلاح بین الناس دیگه سردارها و امیرها و اینها توشون نفسشون باد میکنه، برای خدا نشد، برای خدا این کارها را بکنن. الله تعالی میگه من اجر عظیم میدم. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، حالا تهدید هر که مخالفت پیغمبر را به هر نحوی به صورت سرگوشی بکند یا به صورت های دیگر مخالفت رسول را کند، بعد از اینکه واضح شده برای او هدایت تبیین شریعت آمده است، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و او اتباع کند غیر راه مؤمنین، ثمره اول اینه که نولیه ما تولا، اونو ما منصرف میکنیم به هر طرفی که بگرده. یعنی ارخای انانیه خدا رسول به خود، ما مهار اولا شل میکنیم. نولیه ما تولا، نتیجتا نولیه جهنم، ما رو در جهنم داخل میکنیم. و ساعت مسیرا، و جایگاه خیلی بدی هست جهنم، هر طرفی بگردن ما میبریم. بابوش بگرده، شارون بگرده، امریکا بره، روسیه بره، نولیه ما تولا، و تاریخش که تکمیل بشه نسلیه جهنم، فی جهنم گرا میبریم. و ساعت مسیر، جهنم جای بدیه. بعد از بیان امور انتظامیه سلطانیه، بیان مقصود اصلی یعنی توحید است. این آیه را تکرار کرد، ثمره شرک را داریم. یک مرتبه گفت واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا،
و 2 مرتبه ثمره شرک را بیان میکند. شرک خیلی چیز بدیه، به هیچ عنوان بخشیده نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا هرگز نمیبخشد شرک با خودش را، اشراک با خودش را هرگز نمیبخشد و میبخشد آن گناهایی که غیر از شرک باشند برای هر کسی که خدا بخواد. فقط شرک فردا قیامت قابل بخشش نیست، فردای قیامت قابل بخشش نیست. اگر در دنیا مشرک توبه کند برگردد، الله تعالی همه گناههای گذشته‌اش را میبخشد. ان الاسلام یهدی ما کان قبل. و چرا قابل عفو نیست فردای قیامت؟ من یشرک بالله، هر کسی با خدا شریک کند کسی را در عبادت، در صفات، در یک نوعی از انواع شرک با خدا کسی را شریک کند، من یشرک بالله شیئا یا احدا تو فقط ضل ضلالا بعیدا، او ضلال بسیار دور از حق شده است. او گمراه شده، لیکن گمراهی بسیار دور از حق، نزدیک حق مشرک نیست، از حق خیلی فاصله دارد. دیگه گناهکارها به نزدیک حقن، خب بعد مجازات میشن یا بخشیده میشن. حماقت مشرکین، شرک چیه؟ این که ثمره شرک بود. شرک چه هست؟ و الله تعالی میگه اینها بیشعورن، اینها زنان میخوانن، به زعم خود فرشته میخوانن، فرشته که زنن، اونها هم دختر میگن. اینا مردهای روزگار در دنیا زن برای کمک خواندن و امداد خواندن خیلی زشته. الله تعالی حماقت مشرکین را بیان میکند. نفی شرک اعتقادیه، نمیخوانند این مشرکین غیر از خدا الا اناثا، مگر زنان را. فرشتگان را دختر میگن و فرشته میخوانند، اینا زنان. الله تعالی میگه اینها فرشته هم نمیخوانند، این شیطان سرکش متمرد را میخوانند. چرا؟ اینها و هر کس غیر خدا را میخواند شیطان جواب میده لبیک. در خواب و در بیداری میگه تو من خواندی، من جواب دادم، مشکل تو حل شد. اینها در حقیقت شیطان، این غد نامردن، زن میخوانند، هر جا میخوانند. این یدون الناس، اینها شیطان میخوانند، چون پاکن لذا خیانت نکنن و این خانم را یا را شیطان جواب میده. شیطان مکتوبه جواب میده، سوادی که نیست. انگلیسی و عربی همه زبانها را بلده، عبرانی هم بلده. نمیخوانند در حقیقت اینها مگر شیطان سرکش و متمرد را. ابن کثیر میگه کان یدخل فی اجواف الاصنام فیتکلم داعیها، شیطان میرفت در بتها، در اجواف بتها و تکلم میکرد با خوانندگان بتها، از اینجا حرف میزد. لعنه الله، این شیطان را خدا لعنت کرده، این دشمن خداه، این مردود از رحمتهای الهیه، این دور از رحمتهای الهی. خدا شیطان را به خاطر تمردش از احکامات الهی خدا لعنت کرده و شیطان به وقت لعنت عداوت شیطانی اعلان شده. من اتخاذ میکنم از بندگان تو ربا یک قسمتی را، اون هم مقرر شده، یعنی برای غیر الله اینها را من آماده میکنم که نذر و نیاز بدن، قربانی بدن. تفصیل لاتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، این تفصیل نصیبا مفروضا است. ولا اضلنهم، من اینها را گمراه میکنم در عقیده. ولا امنینهم، من اینها را آرزومند میکنم در خیالات و تصورات. و من به اینها دستور میدن در اعمال کفری و شرکی. پس نتیجه چی میشد؟ فلیبتکن آذان الانعام، اینها میبرن گوشه های دامه ها را. اونها مامور بودن وقتی در زمان خود همین بدداران هم هست که میگن گوش تو را برای فلانی ببریم. این اشاره از نظره. اونها برای هر کس که نظر میکردن گوش میبریدن. حتی وقتی کسی مریض میشه گوش میبرند و میبرند فلانی گوشه را به فلانی ببره. در بلوچی ما، در عرف ما
و حتی در تمام عرفها بوده است. در عرف بلوچی و براهویی که من خیلی شنیدم، گوش دامه ها را برای غیر الله نذر می‌کردند و می‌بریدند. نتیجه امراهی من، نتیجه امنی من و نتیجه امر من اینه که فلیبتکن، این مشرکین، این انسانها، این نصیب مفروض میبرن گوشه های دامه ها را و باز من اینها را دستور میدن، اینها تغییر میدن. خلق الله به معنی دین الهی را تغییر میدن. ابن عباس فرموده خلق الله به معنی دین الله. و چطور دین خدا را تغییر میدن؟ تحلیل حرام میکنن، حرام خدا را حلال میکنن و تحریم حلال میکنن. حلال تغییر دین خدا، تغییر دین خدا اینه هر حکم خدا را و رسول را نقض کردن. سروران گرامی، این تغییر دین خدا. و هر کسی که اتخاذ کند شیطان را ولی غیر از خدا، اگر انسان اینه بدانی سروران گرامی، نقض هر حکم خدا و او موقع نماز مرید شیطان گیره، مرید خدا را شیطان در برابر حکم خدا قسم هم خورده و بسیار مؤکد قسم خورده. شما کلام روی هر یکی از این جمله ها او قسم خورده که من به پروردگاری تو قسم میخورم که من از من عبادت یک سهمی را میگیرم، اونها را در عقیده گمراه میکنم، اونها را در خیالات آرزومند میکنم و آنها را دستور میدن. نتیجه در اونها که در دنیا نبوده است که بگه من شیطان را اطاعت و عبادت میکنم. به همین خاطر الله تعالی میگه فرمانی خدا اطاعت شیطان. الله تعالی نجات میده. یک نافرمانی بزرگ، یک نافرمانی کوچکه. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. خاسر هم شیطان وعده میده و منیهم آرزومند میکنه شیطان اینا و وعده نمیداد اینها را شیطان لئین الا غرورا، مگر فریب ظاهر. شیطان ببینی سروران گرامی چقدر الله تعالی هشدار میده. این شیطان مرید هر کس غیر خدا را میخواند او مرید شیطان، او خواننده شیطان مریده. او در حقیقت شیطان لعین را میخوانه و همینه که فردا قیامت الله تعالی عتاب میکند الم آهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. هر کس غیر خدا را ما فوق الاسباب میخوانه او شیطان لعنتی را میخوانه. اولئک این خاسرین که شیطان و مریدان شیطان باشند جای اینها جهنم است و اینها نمیبینند از آن جهنم نمییابند محیصا پناهگاهی. محیص به معنی پناهگاه، محیص جای فرار، هر دو معنا را کردند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آورده عمل صالح کردند سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا. این وعد الله حقا هر دو مفعول مطلق است. وعده کرده خدا او حق گفته است خدا. وعد الله وعدا و حق حقا. خدا وعده حق دارد که آنهایی که ایمان میارند و از سرپنده های شیطان حفاظت میشوند، ندای غیر الله نمی کنند، عمل صالح می کنند، الله تعالی میکنند. و من اصدق من الله قیلا. کسی سخن را خدا میگه. و من اصدق من الله قیلا. چه کسی راست تر از روی سخن. اهل کتاب انواع و اقسام امانی درست کرده بودند که لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا. الله تعالی میگه جنت به اراده و به آرزو نیست، لیس به امانیکم. الله میگه جنت، الله تعالی گفت به آرزوی هیچ کسی جنت نیست مطابق آرزوهای شما
و نه مطابق آرزوهای جنت مدار نجات با آرزو نیست، بلکه مدار عذاب اینه من یعمل سوء انجام بده، شرکی، کفری، دیگر بلاهی، جزا داده میشه در مقابل آن سو. از سو مراد ابن عباس میگه که یعمل یجزی ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. این عامل سو برای خودش غیر از خدا کارسازی و مددگاری را نمی‌یابد. خب بشارت و من یعمل من الصالحات، مدار نجات روی عمل صالح با ایمان. کسی عمل کند از صالحات، مساوات عامل ذکری باشد یا انثا، شرط قبولیت عمل و هو مؤمن باشد، فاولئک يدخلون الجنة لا یظلمون نقیرا. ظلم نمیشه، هسته خود یک ذره اندازه کنجی هم بر آنها ظلم نمیشه. یک ذره نقیر، فتیل، کتمیر، این همون ذرات اندازه نقیری هم بر کسی ظلم نمیشود. ترغیب و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. چه کسی زیباتر است از نظر دین از آن کسی که برای خدا تسلیم اتفاق کرده الله تعالی حضرت ابراهیم را برای خود دوست مخلص. ابراهیم خلیل الله است. واتخذ الله ابراهیم خلیلا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وکان الله بكل شیء محیطا. به خدا اختصاص دارند آنچه در آسمان ها هستند و آنچه در زمین هستند. و کان الله بكل شیء محیطا، و هست خداوند متعال نسبت به هر شیء احاطه کننده، در حیطه علم خدا هستند، در حیطه قدرت خدا هستند. پس اینجا هم الله سبحانه و تعالی بیان کرد این تنویر بر حکم دوم رعیت. حکم دوم رعیت راجع به یتیمها بود که مال یتیمها را بدهی و مال یتیمها را نخوری. به این خاطر الله سبحانه و تعالی اعادهش کرد و روشنی بیشتری انداخت بر همان حکم یتاما. صحابه آمدن پرسیدند راجع به زنان، راجع به یتیمها، مسائلی الله سبحانه و تعالی تنویر کرد. تنویر یعنی روشنایی انداخت. حکم دوم رعیه همون مالک عربی یتام و تتبدل الخبیث بالطیب یستفتونک فی النساء. به فتوا میکنند از شما ای پیغمبر، فتوا سوال میکنند از شما، دریافت میکنند از شما ای پیغمبر نسبت به زنان. شما در جواب بگید که خدا شما را فتوا میدهد راجع به زنان. هم خدا به شما فتوا میده راجع به زنان و یتاما، و هم اون آیاتی که تلاوت کرده میشوند در کتاب و قرآن یعنی نازل شدن راجع به زنان یتیم. اون زنان یتیمی که لا تؤتونهن، شما به اون زنان یتیم نمیدید آن مهر که کتب لهن فرض کرده شده بر شما راجع به آنها. خدا هم شما را فتوا میدهد و با یتلا علیکم فی الکتاب درباره زنان یتیم. اون زنان یتیمی که شما به آنها نمیدهید ما کتب لهن، آنچه را که مکتوب شده فرض کرده شده برای آنها به خاطر مال و جمال. و ترغبون ان تنکحوهن، و شما راغبید که آنها را نکاح کنید به خاطر مال و جمال.
اکنون خدا به شما فتوا میدهد. چه فتوایی میدهد؟ ان تقوموا للیتاما بالقسط. این فتوای خدا هست، فتوای الله و فتوای آیات الله اینه که شما قیام کنید برای یتیمان که میخواهید ازدواج کنید یا رغبت ندارید به ازدواج آنها، اعراض دارید، خدا به شما دستور میدهد، خدا به شما حکم میدهد یأمرکم ان تقوموا للیتاما. همچنین خدا به شما فتوا میدهد راجع به زنان، راجع به زنان یتیم، و همچنین به شما فتوا میدهد راجع به مستضعفین که یتیم غیر دختر پسرند، مستضعفین در ولدان از بچه ها. این عطف بر ضمیر فیهن، متوجه هستید؟ خود فتوا زنان ما یتلا علیکم هم راجع به این زنان یتیم که شما به آنها حق و حقوق نمیدهید که خدا فرض کرده و رغبت نکاح آنها را دارید به خاطر مال و جمال، به خاطر مال و جمال هم راغبید که آنها را نکاح کنید. و درباره مستضعفین هم شما را خدا حکم میداد و آیات الهی شما را حکم میداد. حکم چیه؟ اینه، این وا تفسیریه برای یفتیکم، اینه که حکم میدهد خدا به شما را راجع به زنان، راجع به یتیم‌ها، راجع به مستضعفین که قیام کنید برای یتاما به عدل. خواه یتام‌ها دخترن، پسرن، زنن، راجع به آنها عدالت کنید. خدا به شما این دستور میده. و ان تقوموا للیتاما بالقسط، اینجا امر فعل مقدر کنی، یامرکم ان تقوموا للیتاما بالقسط یا یفتیکم ان تقوموا للیتاما بالقسط. خدا به شما دستور میدهد که شما برای یتیمها قیام به عدل کنید، آنها را بدید، اگر نکاح ندهند حقوق آنها را بدید، و اگر پرستی میکنند ما را آنها بدید. اینها را الله تعالی مستضعفین گفت، اینها مستضعفند، حق و حقوق آنها را بدید. آنچه شما میکنید از خیر پس الله تعالی نسبت به آن علیمه. این هم تنویر بر حکم 15 رعیت است که اگر زنی احساس اعراض کرد، اونجا حکم 15 این بود که اگر زنی نافرمانی کرد شما اول آن را نصیحت کنید، عزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. حالا زن اعراض ندارد و مرد اعراض دارد، حالا مرد چطور دلش را به دست بیاری؟ زن اعراض داشت، ناشزه بود، نافرمان بود، عزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا بود. فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها بود. خب اگر مرد اعراض کرد چه کار کنه؟ مرد تعلق نداره، زن بیچاره که میخواهد، لیکن مرد اعراض میکنه، میگه زن باید کمی حقوق خود را کم کنه تا مرد را دلش را به دست بیاره، که حاضر هرگز هم نیست زن که حقوق خود را کم کنه. چه؟ این امرأت من بالها، زنی کرد از شوهر سرکشی و برو سرکشی و تمرد میکند، او اعراض یا بهش توجهی نمی کند. شوهر از او اعراض احساس کرد که اعراض دارد می کند، او را خوب تحویل نمیگیره، تو فلا جناح علیهما ان یصلحا، گناهی بر این زن و شوهر نیست که اصلاح کنند، بین خود یک صلحی بیارند. ان یصلحا بینهما صلحا، ایجاد صلح بین خود بکنند. صلح بهتر است از نزاع و از فرات، درگیر بشن،
و جدایی بیارن بین خودشان، لحاظا و صلح و خیر و بکنن. قرآن اینجا اشاره که زن از شوهر آخر جدا میشه دیگه. الله که نیست که تا آخر دایی نیارد به صلح از نزاع از جدایی. قرآن اگر مرد این زن را پسند ندارد، نمیخواهد با اون زن نزدیک بشه، همین حق کمتر از او بخواهد، تو لحاظا این نفسها، نفس زن نفس مرد به بخل احضار شده، احضرت الانفس الشح، نفسها به بخل احضارند و زن را شوهر نمیخواد نزدیک زن بره، نمیخواد محبت کنه. زن هم که کمی کمتر حقوق بخواد، بر اعراض مرد را سرزنش نکنه، مرد را بد و بیراه نگه، کم حقوق طلب کنه. تو خب آخر این مرد بله دارد چش میکنه، صبر کنه تا مرد نیکی ها را ببیند از زن، خود به خود الانسان عبدالاحسانه. خلاصه قرآن عظیم جان میگه هم زن هم نفس مرد به بخل احضار شده هم. مرد زنی را که خوش ندارد، اون مردم خوش دارد خود را زنی را زن اخی ناشده ان خافت من بالها نشوزا، نزاع به فراق می انجامد، جدا میشه. حالا اون نام شوهری بروی بهتره، اگر جدا شد بی شوهر شد، هر که بروی یک افسانه میخوانه. بعد از ماهی، بعد از 2 ماهی، بعد از 3 ماهی سالی پیدا کرد. خل انسانه. این زن نیکی بکنه، با اخلاق خوش برخورد بکنه، زیاد در تنگناش قرار نده، شوهر وقت آمد خدمتی بکنه، احسانی بکنه، خب حضرت الانفس الشح. زن متوجه میشه که من شوهر میگه باوجودی که من با او احسان نداره، او با من احسان داره، پس زن خوبیه. و اون زن که من باش مراوده دارم و گفت و شنید دارم، اون همیشه بر من میتازه، خود به خود معلومه که این زن محبوب میشه، خدمت صمیمی بکند. و ان تحسنوا، اگر شما نیکی کنید ای مردان با زنی که نفس شما او را نمیخواهد، و تتقوا، و اجتناب بکنید از اعراض، اجتناب بکنید از نافرمانی، از حق کشی این زن، تو فان الله کان بما تعملون خبیر، پس به تحقیق الله تعالی حسب آنچه شما عمل بکنی خبر داره. واقعا همین اینطوره. الله تعالی داره دستور احسان میده، بابا احسان کنی، نفس شما نمیخواهد نخواهد برید در خانه، او با شما بد برخورد میکنه، خوبی کنید، تقوا کنید، اجتناب بکنید از نشوز، اجتناب بکنید از اعراض. پس اگر شما به خاطر خدا احسان میکنی، خب این زنی بیچاره عقدش با ما خوانده شده، الان هم دیگه امیدی ندارد که ازدواج دیگری بکنه، حالا 5-6 تا بچه پیدا، نفس شما را نمیخواند. شما احسان کنید، الله تعالی میگه تقوا کنید، اجتناب بکنید، اعراض نکنید، نشوز نکنید، چون نفس شما نمیخواهد این را، شما بیچاره را نگیرید، دور نکنید، احسان کنید، نفس را زیر پا بگذارید.
در باب احسان نفس راضی نیست. برید خانهش، رفت و آمد کنید خانهش، لباس بخرید بدید، غذا بهش بدید، او بیچاره رد کاملا کل معلقه نکنید که بعد آیه بعدی از قرآن هم میگه هرگز شما استطاعت ندارید که عدالت کنید بین زنان، اگرچه شما حریص عدالت هم باشید. یعنی حریصان عدالت هم نمیتونن عدالت کنن. خب ایجاب حقوق زوجه، شما نمیتونید عدالت کنید بین زنان، اگرچه حریص عدالت هم اونا بیان میکند فلا تمیلوا کل المیل. عدالت باشید که اون زن غیر مرغوب را کل معلقت آویزان، مثل شیء آویزان. معلوم میشه که زنی که شوهر با او ارتباط دارد و مراوده و خوب داره، این زن به آسمانه، و اون زنی که بیچاره شوهری نداره او افتاده به زمین. زنی که معلقه است نام شوهر و شوهر را نمیبینه، نسبت ثانی او را نداره، راضی نمیبینه دون شوهر با کردید در امور ماضی، در حال و در استقبال، و تقوا کردید و اجتناب کردید، تو الله تعالی غفور و رحیم است. اون کسری کوتاهی های شما را که انجام گرفته خدا مهربان است، خدا غفور اونها را میبخشه. پس عدالتی که الله تعالی اگر بگه حریصان نمیتونه عدالت کنن، دوای به حال غیر حریصان دیگه از کجا میتونه عدالت را برقرار کنن؟ بله میل کل میل را یک جا نکنن، 24 ساعت همیشه در خانه همون محبوبه، به اصطلاح بلوچی زن جیبی، تو جیب توه، هر جا میری کنار تو سواره، مکهی در کنار توه، مدینهی در کنار توه، تهرانی در کنار توه، شیرازی در کنار توه. او بیچاره دیگه خبری نداره. خب اگر او را مکه بردی که برگشتی، برو پیش اون دیگری بیچاره، سوغاتی برش بیا، یک شب او را بگذار تنها. ها اگر این مرد تمرد دو مرتبه الله تعالی اونجا فرمود ان تحسنوا و تتقوا، اونجا فرمود ان تصلحوا و تتقوا، به مردان احسان کنید، تقوا کنید، اعراض و نشوز نکنید، اصلاح کنید، تقوا کنید. الله غفور و رحیم است، بیا سخت نمیگیره. اگر میل نفس شما بی اون جیبیه که حق و حقوق اختیاری اون زن دیگر را میدی، او هم لباسی میخرید از نوع همون لباس، غذا هم به اون میدی، مسکنش هم میری، بچه های اون هم بیچاره در آغوش میگیری. تو الله تعالی واسع حکیم هست، ها غفور رحیم است. ها اگر شما طغیان کردید که بله من مشتری دارم، پول دارم، جوانم، ماشین دارم، اینو میگیرم اونو میگیرم، و اون بیچاره را درمانده حساب میکنی و آخر جدایش میکنی، نه اصلاح میکنی، نه احسان میکنی، نه از خدا میترسی، تو الله تعالی هر کس را غنی میکنه. و این یتفرقا، اگر انجام نشوز به تفرقه انجامید، از یک دیگر جدا شدن، یغنی الله کل من سعته، غنی میکند خدا هر یکی را از قدرت خودش. و کان الله واسعا حکیما، الله تعالی وسیع القدرت است، حکیم است، هر کس را هر چقدر قدرت میده خدا میده، حکیمه.
دلیل سعت الهی واسع حکیم. این دلیل خدا در مملوک خدا مالک حتما باید اطاعت کنی که او اختیاردار آسمان ها و زمین. حکم تعمیل احکام تنها به شما نشده است که ما شما را تنها گفتیم احکام الهی را اجرا کنید، عمل کنید، بلکه به تمام آنهایی که قبل از شما بودند اجرای حکم خود را دادید. شما نمی‌اذب شدید که احکام الهی را عمل کنید. به تمام انسانها در طول تاریخ دستور ما و توصیه ما همین بوده است که از خدا بترسید، نافرمانی نکنید. حکم تعمیل احکام تنها به شما نشده است. ولقد الذی اوتاب من قبلکم ما به طور وسیع ایمان ها شدن قبل از شما و به شما که ان اتقوا الله از خدا بترسید، یعنی نافرمانی نکنید. تمام دستورات الهی را چه در باب خود خدا هستند، چه در باب معاشرت و زندگی هستند، چه در باب حکومت و رعیت، تمام دستورات الهی را چه درباره امور رعیتی هستند، چه درباره امور حاکمی هستند، از خدا بترسید، حکم خدا را نقض نکنید. و ان تکفروا، اگر شما کفر کردید یعنی زیر بار طاعت خدا نرفتید، تو پس یقینا بدانید عظمت خدا اینقدره که فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا. همه شما کافر بشید بر خدا ضرری نیست. فلا ضرر علی الله. چرا؟ به خدا اختصاص دارن آنهایی که در آسمانان و آنهایی در زمینن و الله تعالی غنی حمیده، نه به اطاعت شما نیازی دارد و نه به حمد و ستایش شما نیازی دارد. او غنی از اطاعت شما، او حمید از حمد و تعریف شما، اطاعت شده است. باز دلیل غنیگیری ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. چنین مالک مقتدر را هیچ ضرری وارد نمی شود. چرا؟ به او اختصاص دارد آنچه در آسمان چه در زمین است. و کفا بالله وکیلا. لذا به چکمه های تو هست و بیچاره گوش به فرمان تو طاغی و تبینی همیشه بالا ہے. خدا وکیل دفاع زن هم میشه، وکیل دفاع مرد هم میشه. و کفا بالله وکیلا. لذا نه از غیر و جاگزین کنه دیگران را. در امر تطاعت و خوشی، ورنه او میتواند از دیگران کار بگیرد و شما را ببرد. ان یشاء یذهبکم ایها الناس. ربط آیه را چقدر زیبا دارد. اطاعت و فرمانبرداری عزت و سعادت ما هست. خدا همه شما را میبرد مردم و یاتی به آخرین دیگران را جاگزین میکنه. آنها مثل شما نمیشن. و کان الله علی ذلک قدیر. خدا بر این چیزها قادره، همه شما را در عالم عدم ببرد و دیگران را بیارد جاگزین کنه. خدا بر این چیز قادره. من کان یرید ثواب الدنیا، هر که مرید جزای دنیا، جزای این رای در فکر و فساده، هر که دنیا میخواهد سمجھا بشیدم آخرت، دنیا میخواهد آخرت خود را برباد میکنید. از خدا اطاعت کنید، تقوا کنید، پرهیزگاری کنید. نفع شما هم در دنیا هست هم در آخرت هست. چرا تنها دنیا را میخواهید؟ عیش دنیا را میخواهید و بیچاره را ضرب و شتم میکنید. هر که مرید ثواب دنیا هست در فکر آن فساده. چرا؟
که پس نزد خدا هم ثواب دنیا هست هم ثواب معنی جایزه جزا، هم جایزه دنیا نزد خدا هست و هم آخرت، دو چیز را بخواید. و کان الله سمیعا بصیرا، الله تعالی سمیع بصیره، چه کسی مرید دنیا چه کسی مرید آخرت دنیا. خبر تعالی دعا کنندگان فریاد شنه شهادت بر علیه خود شما هست، دروغ نگید. کسانی که شما ایمان آوردید کنو قوامین بالقسط، قائم به عدل باشید در تمام معاملات، شهدا شهادت بدید خالص برای خدا بر خوشنودی او، ولا علی انفسکم، اگرچه این شهادت بر علیه شما تمام شد یا بر علیه والدین شما تمام شد یا بر علیه رشته‌داران شما تمام، شهادت عادلانه بدید. شهادت عادلانه بر علیه خود تمام میشه، بر علیه والده تمام میشه، بر علیه خویشاوندان تو تمام میشه. شهادت عادلانه بدید. گاگای انگیزه تغییر شهادت غنیگیری، چون این حاجی آقا پولدار اگر بر علیه او شهادت بدیم ما ضرر میکنیم یا علیه بله. خب غنیگیری وادار میکند که انسان تغییر شهادت. گاگای فقیری اگر بر علیه شهادت فقیر زیر بار میره، الله تعالی میگه نه غنیگیری شما را از شهادت عادلانه منصرف کند، نه فقیری. الله شما عادلانه شهادت بدید. گاگای تغییر شهادت بر ضرر انسان تمام میشه، گاگای بر ضرر والدین انسان تمام میشه، گاگای بر ضرر خویشاوند تمام میشه. الله تعالی میگه شما شهادت بدید. گاگای غنیگیری سبب تغییر شهادت، گاگای فقیری تو الله سبحانه و تعالی میگه شهادت عادلانه من از شما میخواهم، نه غنیگیری کسی تغییر شهادت کند و نه فقیری کسی و نه خویشاوندی نسبت والد، نه برای خود شما. اگر غنی باشد مشهود، فقیر باشد الله بیشتر خیرخواه آن غنی و آن فقیره. شما به خاطر غنیگیری یا فقیری از جاده مستقیم منحرف نشید. فلا تتبعوا الهوى، یعنی در شهادت کمی بیشی نفرمایید، اتباع خواهشات نکنید برای اینکه ظلم ان تعدلوا، الله تعدل از عدل الله تعدل، تا اینکه شما عدالت نکنید. شما عدالت نکردی، شما پیرو هوایی. خران تغییر شهادت دادی به خاطر فقیری یا غنیگیری یا به خاطر رشتهداری یا به خاطر والدین هست یا به خاطر اینکه خودت ضرر میکنی، لہذا شما از عدالت اجتناب کردی. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا از عدوله، شما پیرو خواهشات نکنی به این صورت که عدول کنی در حق. اگر عدل یعدل و عدول باشد به معنی تجاوز، عدل یعدل و عدل به معنی انصاف. شما پیرو خواهشات نباشید تا که عدل نکنید. عدل نکردن پیرو خواهشات، یه از هر دو ماده میتونه بشه. او از عدوله که شما تجاوز کنید، عدالت را رعایت نکنید، تجاوز کنید از عدالت. و ان تلوو، اگر شما کج بیانی کردید، تلوو خود را کج کردید در بیان، حالا معنی کج بیانی کنید، او طور دوی اصلا شاهدی ندید، نه به حق نه به ناحق اعراض کنید از دادن شهادت. تو فإن الله کان بما تعملون خبیرا، شما به آنچه که عمل میکنید خبر دارد. شما شهادت را کتمان کنید هم گناهگارید، غلط شهادت بدید هم گناهگارید. شما زبان خود را در شهادت کج کنید و انحرافی شهادت بدید، ناحق شهادت بدید، یا اعراض کنید من از شاهد نمیشه. باز هم خدا به آنچه شما عمل میکنید خبیره. و کسی که کتمان شهادت کند آثم قلبه خواندی. این نیست که کتمان شهادت ما اجازه این که کتمان شهادت،
نه. در آخر امر زجر بر منافقینه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. من عرض کردم که منافق در لیست مؤمنین بودن، همانطوری که شاید یک خائنی بیاید در مدرسه و به نام طالب علم ثبت نام کند، او در لیست طالب هست خائن، لیکن چون ثبت نام کرده در لیست طالبه. دزدی نعوذ بالله آمده که طلبه ها کیفاشون پاره کنه، در لیست طلبه. هرچی در مدرسه ثبت نام می کند، به هر هدفی ثبت نام بکند، همونه او لیست طالبه. درسته؟ خطاب طلاب می کند، طلاب شما از نماز تخلف نکنید، حالا که یک کسی به هدفی دیگر آمده به نام طالب ثبت نام کرده و اعتقاد به نماز نداره، جاسوس امریکا، شک. لیکن در حکم طلبه نیست. منافق در حکم مؤمن بودن، چون لا اله الا الله مسجد هم می آمدن، پس قرآن هم همینطور با آنها حرف می زند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آوردید با زبان آمنو، از ته دل ایمان بیارید به خدا، به رسولش و به کتابی که نازل کرده بر رسولش و به اون کتاب هایی که نازل کرده، اون کتاب هایی والکتاب الذی انزل من قبل والکتاب الذی انزل من بعد نیست. معلوم میشه کتاب قرآن است و هرچی قبل از قرآن. دیگر صحائف سجادی و غیره و این همه صحائف هایی که بعد نازل شدن به زعم مردم، اینها منزل من الله نیستن، اونا حکم وحی را ندارن. ایمان بیارید به خدا، یعنی آنچه که ذات و صفات خدا و حق خداست. ایمان به فرمان رسولش بیارید، ایمان به کتابی که نازل کرده بر رسول قرآن، ایمانی بیان کتاب های الف لام جنسیه که نازل کرده آنها را قبل از قرآن. و هر کس انکار کند دستور خدا را و فرشتگان خدا را انکار کند، کتاب های الهی را انکار کند، پیامبران الهی را انکار کند، روز آخر را انکار کند، و فقط ضل ضلالا بعیدا، او ضلال بسیار بعید شده. فقط اینجا نگفت که و من یکفر بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و ائمتی، ایمان اینها انکار اینها را مطرح میکنه. حالا اگر کسی امامت کسی را انکار کرد کافر نمیشه، جز مومن بهی نیست. هر جا که ذکر میکند ایمان بالله و ملائکتی و کتبی، اینها میگن یکی از اصول دین امامت است. کجای امامت؟ بر انکار امامت خدا یک جا وعید نکرده، لیکن بر انکار ملائکه، بر انکار رسالت انبیا، بر انکار کتب آسمانی الله تعالی داره وعید ذکر میکنه و ایمان تشریح میکنه. ایمان بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله و الیوم الاخر. انکار همین انکار اینها کفره. یکی از پیغمبرها را انکار کرد کافره. نبوت یک نبی که نبوتش ثابت و مشخصه انکارش کفره. باقی این ایمان به تمام کتابهای آسمانی شناخته و غیر شناخته، بالکتاب الذی انزل من قبل، هر که اینه انکار کند پس ضل ضلالا. ایمان به اینها هم لازم. امامت اگر مقامی بالاتر و جز مومن بهی می بود، هر جا خدا می گفت ایمان بالله ملائکت و کتاب و رسول و ائمتی، باید می گفت که ائمه بعد از رسول آمدن. این ائمه این امت و دارم این قانون بسیار بزرگی. اینها میگن باید ایمان به امامت امام اول و امام دوم آورد. کجا خدا گفته ایمان به امامت اماما بیاری؟ گفته؟ و کجا وعید کرده اگر امامت امامی را کسی انکار کرد؟ خدا وعید کرده مومن بهی نیستن، وعیدی که ندارد. میفهمید چی میگم؟ این اصل بزرگیه.
اگر شما امامت را در رسولهی داخل میکنید و ختم نبوت نمیماند. فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذين آمنوا، مذمت گروه اول از مرتدی. ان الذين آمنوا، آنهایی که ایمان آوردن به موسی، ثم کفروا، بعد کفر کردن به عبادت عجل، ثم آمنوا، بعد ایمان آوردن در اسلام باقی نماندن، باقی ماندن. ثم کفروا، بعد کفر کردن یعنی بر اسلام باقی نماندن. ثم بعد کفرین، کفر ادامه دادن، رسالت حضرت عیسی را هم انکار کردن، رسالت محمد رسول الله را هم انکار کردن. اول ایمان آوردن به موسی، بعد کفر کردن به گوسال پرستی، بعد ایمان آوردن که موسی علیه السلام آمد و در آخر کفر کردن یعنی بر اسلام باقی نماندن، چه در زمان موسی یا بعد از موسی علیه السلام در زمان عیسی. بعد این کفر را روز افزون کردن، ثم ازدادوا کفرا، ثم اضافه شدن از نظر کفر. حضرت عیسی را انکار کردن، رسالت عیسی را انکار کردن، انجیل انکار کردن، قرآن انکار کردن، محمد صلی الله علیه و سلم الیمان. بشارت بده پیغمبر، این استعداد مسخور. بشارت برای چیز خوبه یا برای چیز بده؟ بشارت که برای آنها عذاب بسیار دردناک است. من عرض کردم که منافق اظهر الایمان و ابطن الکفر نه، و در دنیا و در احکام دنیا در لیست مؤمنینه. خدایا منافق کیه؟ از این همه گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله، اما ما به سر دارن، ریش به رخ دارن، از اینها کی منافق مؤمنه؟ منافقا را بشارت جهنم دیدی؟ یک صفتی بیان میکنن، هر جا این صفت را دیدی بدانی منافق بی ایمان. یتقی کافری دون المؤمنین، ظاهر خود را به مسلمانان شبیه، مسلمانان تشبیه نکردن، باطن به خود شبیه کردن، باطن به جای شبیه نکردن، باطن به جای. ظاهرا با کافرها همکارن، همکتارن. تانکی که سواره اینجا آمریکایی سواره، اینجا کابولی و دره پنچیری سواره. اینا حتی ظاهر خود را هم نتونسته حفظ کنن، در ظاهر خود را به مسلمان شبیه نکردن، یعنی باطن به جای خود. اینها منافقن، هر چقدر کلمه بخوانن. الذین، بری تفسیر جلالین نگاه کنید، این بدل از منافقین یا صفت برای المنافقین. بشارت بده منافقین را که بر آنها عذاب الیمه. خدا کی منافقه کی مؤمنه؟ همه کلمه میخوانن، میگه الذین، منافقهای کردن کفار را غیر از مؤمنین. اون زمان که مؤمنین بودن، اینها شبه متحد اسلامی بیان کرد. کافر کیه؟ یکی از این چیزها را انکار کنه. منافق کیه؟ یار کافره. خب اینها چرا
با یارهای کافر همکارن و همکتارن، به خاطر اینکه اینها را رئیس جمهور موقت معرفی کرد. خارجه عبدالله سبحان الله وزیر رئیس کنار استان می گذاشتن و مثل وای در سورا استان دا بتازن بخورن، زنجیر بیاندازند و هر مستضعف را لخت کنند. الله تعالی میگه اینها خبیث مگر از کافر عزت میخوان؟ ایبتغون عندهم العزة، آیا اینها عزت از کافر میخواهند؟ عزت را معنی میکنن. آیا اینها طلب میکنن از کافر؟ چون ان العزة کل عزت به خدا، خدا عزت و حفیظ و ببرک و کارمل. این علانی ها هم فکر کنن که این های عزت گاه عزت اصیل میزن حد کنه، ظاهرا ذلت نه، لیکن در عین ذلت برای بلال عزت نشد. ان العزت لله جمیعا معنیش اینه. اینها که اسیرن در پنجره ها بستن بیچاره ها، ظاهرا اینها را گوش و گوش پرستان ذلیل کردن، لیکن آنها در عین عزت نیستن. آنها چقدر محبوب دلهای مؤمنینن نیستن؟ خیلی. اول یک اسامه ای بود، اسامه فرمانده که اسامه باشه که تا هزار عزت است که چی. میگه من در کتاب حکم نازل کردم کفار دشمن منن، با دشمنان من دستیاری همکاری نداشته باشه. این وصف سوم نازل کرده خدا بر شما در کتاب که وقتی شما شنیدید در مجلس گوشه ها آیات الهی را انکار میشن. اون آیات الهی، این آیات الهی انکار حجاب، ظلم بر زنان، این انکار آیات الهی. قرآن را قبول ندارن، پیغمبر را قبول ندارن. اینها بگید گوش دشمن پیغمبر هست یا نه؟ دشمن قرآن، دشمن خانه کعبه هست؟ ایمان ادعای ایمان میکنی چطور با آنها همکار شد؟ در کتاب نازل کرده خدا بر شما که وقت شنیدید آیات الهی را در مجلسی که یکفر بها، اون آیات الهی انکار کرده میشه، یستهزا بها، به اون شاعر الهی، به اون آیات الهی استهزا کرده میشوند. خدا گفته فلا تقعدوا معهم، با اینها ننشینی، نشوید، هم کتار نشوید. خدا اجازه نشستن نداده، خدا اجازه. و اینها که سوارن توی تانکه ها با امریکا همکارن، اینا چی میشن؟ فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، وقت شما شنیدی که آیات الهی را انکار میکنن، آیات الهی را تمسخر میکنن، فلا تقعدوا معهم، اجازه ندارید با این کافرها هم مجلس باشید. چه جایی که با کافر همکار و همکتار بشید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره،
حتی برن وارد بشن در حرفای غیر این. چرا؟ انکم اذا مثلهم، اگر شما با کافرها رفتید نشستید همکار و همکتار شدید، شما در این لحظه که با کافرها هم فکر و هم خیالید مثل اون کافرها هستید. انکم نهیک لا تفقدوا، چرا؟ که شما در این لحظه مثل آنها میشید، در لیست آنها میشید. در نقص گناه اگر که در خصوصیت اگر یک فرقی باشه شما مثل آنهایید. و هم فکر نکنید وقتی که در عمل اشتراک هست جزا هم نیز اشتراک دارد. نه وقتی یکی در یک عملی با کسی همراه هست در نتیجه اون عمل هم همکاره و نتیجه کافر جهنم، لازم جهنم مال شماه. ان الله، گوش کنید خوب متوجه باشید، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. هر که همکار کافر است خود در زبان میگه لا اله الا الله محمد رسول الله ریش دارد اما مه شمالی دارد، الله تعالی میگه او در قیامت قبل از کافر در طبقه پایین جهنم. منافق و کافر فرق شمیدن، ظاهرا کلمه و نماز و روزه لیکن همکار کافر، هم شغل کافر. ان الله جامع المنافقین والکافرین، دو صنف مال جهنم. چطور؟ وقتی بازار مومن گرمه در دکان مومن، وقتی بازار مومن کاسده بوش بابه 52 آمده ریش را میتراشه و همکار میشه. الله تعالی میگه یک صفت دیگری که من برای یک منافق بیان میکنم که منافق فرزند فرصته. اگر دکان سود داره ریش بزرگ و امامه بسر داره، چون دیگه شعار ایمانه نیست. باز وقتی میبینه که به 52 امریکا آمد مومن بیچاره در بدر لحظه صف میبنده و ریشه میتراشه و در گوی آنها. این دیگه علامت دیگری الله تعالی میگه من برای شما بیان کردم. الذين يتربصون بكم، این وقت چهارم منافقی انتظار دارن نزول حوادث را برای شما. یتربصون نزول الحوادث، اگر باشد برای شما یک فتح و پیروزی از جانب خدا، شما را خدا چند سبایی اختیار یک شهرکی را بدهد، قالوا میاین برای تملک و خوشامد و میگالم نکم معکم، مگر ما در جبهه با شما نبودیم، ما در دین با شما نبودیم، ما در مسجد با شما نبودیم. و اگر باشد سهمی یک ذره نصیبی للکافرین، الله این دنیا هر چیز یک سهمو کیه. و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، مگر مؤمنین نداشتن دست غلبه میکردن 34 روز بوش تو نتوانست اینها را تسخیر کنی، هر جا چترباز پیاده کردی همونجا خفه کردن تو را، هواپیمای تو پایین آمد زدن، به پنجای تو فقط زن و بچه میکش. ما بودیم که لشکر را معرفی کردیم بیا اینجا تپه، اینجا لشکر طالبانه، اینجا لشکر نمیدانم چیه. ما مگه نبود؟ نصیب بود تو مغلوب بوشی بوش، بعد وقت ما آمدیم تو را کمک کردیم. الان نستحوذ علیکم، اگر ما غلبه نداشتیم بر تو و ما شما را باز دیگه ما مؤمنین را فریب دادیم و شما را غلبه دادیم، شما را از دست مؤمنین حفاظت کردیم، شما پیاده شدیم ما شما را در فلان در پناه دادیم و نمنعکم من المؤمنین، ورنه لشکر مؤمن شما را میکشت، ما شما را برداشتیم و به در بردیم، حفاظت کردیم، شما را جا دادیم، شما را خانه و کاشانه دادیم، شما را از جلوی مؤمنین مانع شدیم. الله تعالی ثمر اخری فالله یحکم بینکم یوم القیامه، الله تعالی فیصله قطعی میکند در میان شما روز قیامت و هرگز خدا نکرده برای کفار
بر سر مؤمنین راه حاکمیت را. کافر بر مؤمن حاکم نمیشه. اینا مؤمنن که اینها را آوردن بالای خود حاکم کردن. رئیس، حالا شما بگید در کابل و در بغداد کی رئیسه؟ بوش رئیسه یا اینها کیه رئیس؟ خدا که نکرده. ولن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا. باز الله تعالی وصف پنجم منافق را ذکر میکنه. منافق به ایمان میخواد خدا را فریب بده. ان المنافقین یخادعون الله. منافق فریب میدهند خدا را، با اظهار ایمان خدا را فریب میدهند، حالانکه و هو خادعهم، خدا آنها را فریب میده. چند سبایی بینها چیز میز میده، پشت سر میبره دیگه تو جهنم برای همیشه نگهداری. خدا که همینه. خدا اینه شما یکی را میخوای ببرید نماز شام قربانی کنید، صبح تا نماز مغرب کباب، آب، نان، شربت، تخت، خدمت، حتی خانم هم به اختیارش میگذاری. نماز مغرب که میشه به پا میزنش یک مسخره شد دیگه. به اینهی با کفار الله تعالی همین کار را میکنه. خب جزای خدا را به آنها میده. و دیگه علامت منافق به ایمان، اذا قاموا الى الصلاة، وقتی برای نماز میسته، چون مسلمان و استانداره، قاموا کسالا، بلند میشن به جانگرانی، نوکی مثل خروس میزنن. یکی دوست آمدیم ما زمین نمروز، نمروز گوید والی دیگه اینا نشستم پاسور میکنن خورشید غروب کنن دیگه طرفین کنن نماز میخوانن. بله ما مسلمانیم، از زمین همکارانیم. روش اینهی تمام صفات در اینها دیده میشه. اینا با خشوع خضوع نماز میخوانن. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. چرا نوک میزنن؟ یراون الناس، مردم میخوان نشان بدن که بله همکار آمریکا مومنه، بابا مومنه، و ذکر نمی کنن خدا را، خیلی کم دردم الله اکبر بس بی حالی، فقط به زبان نماز. مذبذبین بین ذالک، اینها بین مؤمنین و بین کافر مذبذبان. هم کافر را میخوان راضی کنه هم مؤمن را. منافق به ایمان پیغمبر علیه السلام فرمود منافق مثالش همون بوزه که اشتهای بزنر را پیدا میکنه بین دو رما. میره بین رما اینجا نمیبینه بزنری را، ارضا نمیشه، بعد میاد اینجا این رما هم ارضا نمیشه. الله تعالی میگه منافق به ایمان بین مؤمنین و بین کفار تردد دارن، مذبذبین، لا اله الا لا اله الا، فقط نگاه میکنه کدوم دکان ثمر دارد. مذبذبین بین ذالک هست، مترددن بین این مؤمنین و کافر. لا اله الا نه کاملا با کافر گوشن و نه کامل با مؤمنین. اللہ تعالی ثمره دنیوی را کسی را که خدا گمراه کنه به خاطر عناد، به خاطر نفاق، تو هرگز ای پیغمبر شما برای او راه هدایت نمی بینید. آخرین مرحله نهی از موالات کفار. یا ایها الذین آمنوا، او کسانی که شما اظهار ایمان میکنید، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، قرار ندهید کافرها را، کافرهای جهری یا سری. کافر جهری گوش، سری همکار گوش منافق. ای کسانی که شما ایمان آوردید قرار ندهید کافرین را که جهران کافرن یا سرن کافر منافق، اینا را اولیاء غیر از مؤمنین قرار ندهید. الله تعالی میگه شما با کافرها یار میشید، سند معتبری به دست خدا میدید که کافرید. اتریدون، آیا اراده دارید قرار بدهید برای خدا بر علیه تان یک مدرک ظاهری که شما واقعا کافرید؟
با دشمنان خدا مراوده دارید، گفت و شنید دارید. این سند معتبری هست برای کفر شما. اتریدون و سلطان مبین را چی میگن؟ مدرک معتبر، سند معتبر برای کفر خود. شما اراده دارید قرار بدید برای خود بر علیه خودتان یک سند، یک مدرک آشکار. بازم الله تعالی ثمر اخروی منافقها را بیان میکنه. المنافق هیچ 5 صفت بزرگ خدا بیان کرد برای منافق که این بشر منافقین عذاب، اون عذاب علیم چیه؟ جهنم 7 طبق داره. این حوزه علمیه یک طبق، چند طبق بالا هست؟ 3 تا، این 4 تا، یکی پایین. منافق اون طبقه پایین جهنم است. هر طبق یک دریدان. من در تفسیر دیدم، شوخی نیست رو فکر میکنید، جهنم 7 طبق دارد، 7 در دارد. پایین ترین طبقه جهنم مال منافقی. چرا؟ منافق ضربه ای که به اسلام میزند کافر نمیزند. کفر منافق علنیه. هر کس منافق کافر را تشخیص میده. و منافق را به خط خواننده مفسر قرآن که سوره نساء بخواند تشخیص میده. این همه توده مردم که تشخیص میده که منافق کیه؟ درسته یا نه؟ کافر را هر که تشخیص، بوش را هر که کافر میداند، سرباز امریکایی را هر که کافر میداند، ولو هم که خود را مسلمان اگر بگه هم مسلمان را کافر میداند. لیکن یہ بے ایمان را با ریش بزرگ و با امامه پیشاوری کی میداند یہ کافر ہے. ضربه ای که این به اسلام میزند و کافر نمیزند. همین اعتقاد من که اگر یک منافق و کافر دارن میان، اول همون منافق هدف بگیره، مجاهد همون بزنه ضربه که اون ضربه اشکاری به اسلامه. کافر را مرتبه دوم زد نسد که رفت، بله هدف اول منافق باشد. چرا؟ پایین ترین طبقه جهنم مال منافق. ضربه سنگین میزنه منافق. اسلام را در هر زمان که ضربه زده منافق زده. کافر نتونسته اینطور ضربه بزنه. کفرش علنیه، هر کس میداند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. هرگز ای محمد تو هم برای منافق یاری نمیبینی، هیچ یاری نداره. خب برای این منافقان رای هست. الله تعالی میگه بله الا الذین تابوا، توبه کنن، تا الان همکاری کردن بابوش همکاری نکنن، برگردن از نفاق و از کفر، از همکاری کافر و اصلحوا، آن فسادهایی که کردن اصلاح کنن. و تصموا بالله، بچسبن و تمسک کنن به حکم خدا، یعنی فقط خدا را حاکم بدانند. و اخلصوا دینهم لله، دین خود را خالص برای خدا بکنن، دو رنگی را بگذارند. فاولئک مع المؤمنین، این هم با مؤمنین میشن. و توبه منافق تابوا اصلحوا و تصموا و اخلصوا، مومن میشن دیگه، با کافر هم کار نکنن. و تصموا بالله، یعنی به تمام فرمانهای الهی تمسک بکنن. فاولئک مع المؤمنین و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب خدا به مؤمنین در آخرت اجر عظیم میده. اصلا الله تعالی میگه مؤمنین، ای منافقها، خدا میخواد شما را عذاب بده. برای خدا که سودی از عذاب شما، لیکن کم از کم حق شناس باشید، خدا را بشناسید، حکم خدا را بشناسید. ما یفعل الله بعذابکم، چی میخواهد بکند خدا با عذاب دادن شما؟ ای منافقی، اگر شما شاکر باشید، خود را ممنون احسان خدا بدانید، از خدا اطاعت کنید و ایمان درست بیارید. و کان الله شاکرا علیما، الله تعالی شاکره، عمل هر کس را قدر میکنه، علیمه. چه کسی حق قدر دارد؟
الله تعالی شاکر علیم است، از شما شکر می‌گزارم. شکر خدا چیه سروران گرامی؟ اطاعت از خدا، شکر خدا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی فرمود که مؤمنین شما که به زبان اعلان ایمان کردید از ته دل ایمان بیارید، و لہذا الله تعالی دوست ندارد اعلان بدی را. اعلان بدی را با زبان الله تعالی دوست ندارد، مگر کسی که ظلم قرار داده شده از هیچ احدی. مظلوم از ظالم جایی که به فریاد او رسیدگی می شود داد بکشه و ظلمهای ظالم را پرخاش کنه، این اجازه هست. جهر کنه بسو، اون سو اون جهر با سخن باشد یا سو از سوی سخنی باشد، کلمه کفری شرکی. الا من ظلم، مظلوم میتواند بر اثر فشار ظالم کلمه سورا، کلمه کفر است، کلمه شرک است، و میتواند از زبان بیارد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. الله تعالی در صورت اکراه و فشار کلمه کفر را به زبان جایز کرده. اگر کسی کلمه کفر را نگوید و بمیرد شهید است. لا یحب الله الجهر بالسوء. الله تعالی دوست ندارد اعلان سو را از هیچ کس. این سو من القول یعنی کلمه کفر را، الا من ظلم، مگر مظلوم. حالا مظلوم دو صورت دارد، اون کلمه سو را به زبان بیارد بر اثر اکراه ظالم، کلمه کفر را به زبان بیارد و قلبش مطمئن باشد، یا این اعلان سو را مظلوم بکند جایی که دادرسی میشه، پیش حاکم، پیش کسی که فریاد رسی میکند، دادرسی میکند، آنجا کثافتهای ظالم را بازگو کند و حق خود را بخواهد. این جایز است. و کان الله سمیعا، الله تعالی سمیع است، کلام مظلوم را میشنود، علیم است، حال مظلوم را میداند. این خاطر تقاضا هست که مظلوم اعلان سو کند، اعلان کفر کند، یا اعلان سوی ظالم را بکند. این الا من ظلمت دو صورت دارد، اعلان سوی ظالم را بکند یا خودش کلمه سو را به زبان خود بیارد برای نجات جان. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اگر شما ظاهر کنید خیر را او تخفوه، یا شما اون خیر را کنید، او تعفو عن سوء، یا خصوصا عفو کنید سو را. کسی بر شما ظلم کرد، ناسزا گفت، شما عفوش کردید بعد از قدرت، چون عفو میشه بعد از قدرته. او تعفو عن سوء، تو برای شما خیلی خوبه. عفو عن سوء، کسی بر شما کرد، ستم قدرت انتقام را داشتید، شما عفو کردید، تعفو عن سوء کردید، این خیلی خوبه برای شما. چرا؟ که فإن الله کان عفوا قدیرا، الله تعالی عفو کننده است، قادره. پس تخلق به اخلاق الهی خیلی خوبه. این برای شما افضل لکان افضل لکم. چرا؟
این علت برای اون جزا، ان تبدو خیرا او تخفو، خصوصا از سود، این طور خصوصی تو کان خیرا لکن، برای شما بهتر میشی، برای شما افضل، لکان افضل لکن. چرا؟ فإن الله کان عفوا قدیرا، الله تعالی عفو کننده است، قادره، با وجودی که الله تعالی قدرت دارد عفو میکنه. شما که مظلومی شما بگذاری، تخلق به اخلاق الله. لیکن همیشه من میگم که عفو بعد از قدرت. شما قدرت انتقام را داشتید، انتقام نگرفتید، درگذر کردید، اونجا کمال بسیار چیز بزرگیه. انسان اگر قدرت عفو گرفت را ندارد، قدرت انتقام را ندارد، به قول یکی میگفت که او منو که فوش میداد، من هم توی دل او را فوش میدادم. این که دیگه نشد عفو، این عفو نیست. عفو اونه که انسان قدرت داشته باشه. الله قدیره که عفو هم. اگر کسی قدرت دارد انتقام بگیره، قصاص کنه، الان اگر قصاص نکرد که اختیار تناب را به دست او دادن، این عفو. عفو بعد از قدرت خوبه. بله شما میتوانید انتقام بگیرید، لیکن شما انتقام نمیگیرید. همه مردم هم میدانن که شما میتونید انتقام بگیرید، شما عفو میکنید. این واقعا بسیار تخلق به اخلاق الله، صفاتی که الله تعالی دارد انسان شبیه اون صفات الهی بمونه. الله عفو است، انسان هم عفو کند. انک عفو تحب العفو فاعف عنا. از این قسمت زجر بر اهل کتاب بود. منافق هم از این اهل کتاب بودن. اهل کتاب انبیاء نداشت، بعض انبیاء را قبول میکرد و رد میکرد. مثلا یهود حضرت عیسی علیه السلام را رد میکردن، یا حضرت سلیمان را الله تعالی آنها را زجر و سرزنش و نکوهش میکند. ان الذين يكفرون بالله و رسوله، آنهایی که کفر به دستورات الهی میکنند. کفر به ذات خدا نبوده، کفر به حکم خدا. همیشه حکم خود را، کسی حکم خدا را رد کند، الله تعالی تعبیر قرآن اینه که کفر بالله تعبیر میشه. ورنه هیچ یهودی و نصرانی و هیچ مشرکی ذات خدا را انکار نمیکنه. همیشه انکار از فرمان خدا، انکار از خدا تعبیر میشه. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، و اراده دارند که تفریق کنند بین ایمان بالله و بین ایمان بالرسول. تفسیر جلالین عبارتی دارد به این صورت، تصویر شکلیه که ان یؤمنوا به دونهم، خدا را قبول دارند، رسول را قبول ندارند. حالا یک آقای بگه من خدا را قبول دارم، یکی از انبیاء الهی را قبول نکند یا همه را، او کافر مطلق است. آنهایی که کفر بالله میکنند یعنی دستورات الهی را رد میکنند و رسولان الهی، کفر به رسولان خدا میکنند و اراده دارند که تفریق کنند بین خدا و رسولانش به اعتبار آوردن ایمان. به این صورت بای تصویری تفسیر جلالین که ایمان به خدا دارند دون انبیاء، انبیاء را قبول نمی کنند، همه را یا یکی را. این با تفسیریه. یفرقون بین الله و رسوله، تفسیر این جمله میگویند نؤمن ببعض، ما بعضی را از انبیاء قبول داریم، و نکفر ببعض، و بعضی را قبول نداریم، انکار میکنیم بعضی را از آن انبیاء. نؤمن ببعض من الرسول و نکفر ببعض من الرسول، و اراده دارند که یتخذوا بین ذلک سبیلا، بین کفر ایمان اینها راهی نمیبرند. یکی را قبول دارن ایمان دارن، دیگری را قبول ندارن ایمان ندارن، بین کفر و ایمان یک راه اینها میخوان اتخاذ کنن. ثمره دنیای اینها چیه؟ که خدا را قبول دارن، همه پیغمبران را قبول ندارن یا بعضی را قبول ندارن. ثمره دنیای اینها را الله تعالی بیان میکنه اولئک هم الکافرون حقا، اینها کافران حق هستند. کفر تشخیص دادن سروران گرامی این تخصص انبیاء بوده علیهم السلام.
شرک را تشخیص دادن این تخصص انبیاء علیهم السلام بوده. ایمان را تشخیص دادن این تخصص انبیاء علیهم السلام. توحید را تشخیص دادن این تخصص انبیاء علیهم السلام. تخصص انبیاء تشخیص کفر و شرک و ایمان و توحید و این چیزها بوده. الله تعالی میگه اگر شما بعضی انبیاء را قبول کنید و بعضی را قبول نکنید اولئک هم الکافرون حقا. کافر حق همینا که یک نبی را قبول داره نبی دیگر را قبول نداره. حالا این مسیحی ها را حالا بعضی ها شما میبینید بعضی هم میگه بابا مسیحی هم اگر ایمان به خدا داشته باشن خب مومنه. یکی از روزی همش اینطور تبلیغ میکرد که بابا مسیحی ها خدا را قبول دارن، کتاب را هم قبول دارن، عیسی علیه السلام را قبول دارن، نماز میخوانن، روزه میگیرن. و میخواد اینها را مومن معرفی کنه. یهودی ها کذا. بین خاطر الله تعالی فتوای کفر اینها را صادر کرد. اولئک هم الکافرون حقا. کافر حق اینا هستند که یک نبی را قبول میکنه یک نبی را قبول نمیکنه. انکار رسالت یک نبی کفر. ما باید به رسالت همه انبیاء ایمان بیاریم. اولئک هم الکافرون حقا. و ثمره اخروی کافرها پس چیه؟ و آتدنا للکافرین عذاب مهینا. ما برای چنین کافرها عذاب ذلت آمیز را آماده کرده. بشارت از والذین آمنوا بالله و رسوله، اونهایی که ایمان دارن به خدا و پیامبران الهی، ولم یفرقوا بین احد منهم، و تفریق نمی کنن بین هیچ یکی از اون انبیا به اعتبار ایمان. تفریق نمی کنن به اعتبار ایمان. حالان در اصول و در فروع در همه چیز ما از رسول علیه السلام اتباع می کنیم که آخرین پیغمبر خداست و آخرین کتاب. تفریق در ایمان نمی کنن. یعنی همان طوری که ما به رسالت محمد رسول الله ایمان داریم، به رسالت عیسی ابن مریم، به رسالت موسی کلیم و به رسالت همه انبیاء الهی ما ایمان داریم. آنهایی که ایمان بالله دارن و به پیامبران الهی و تفریق نمی کنن بین هیچ یک از آن انبیاء به اعتبار ایمان به رسالت همه انبیاء دارن. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. اینها الکریم خدا عنایت می کند اجر آنها را به آنها. و کان الله غفور رحیم. الله تعالی بخشنده است، معصیت قبل از ایمان را می بخشد، رحیم است. الله تعالی جنت هم داخل می کند. سؤال یهود که خب کتاب از آن الله است، بله، چرا مثل تورات دفعتا نازل نمیشه؟ اگر کتاب قرآن کتاب رب العالمین است، تورات را الله تعالی دفعتا به موسی دادن، چرا شما این را دفعتا به شما نمیده؟ الله تعالی این سوال را بعد هم جواب میده از انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اینجا هم الله سبحانه و تعالی فقط سوالشون را مطرح میکنه. یسألک اهل الکتاب، سوال میکنن از شما ای پیغمبر اهل کتاب، علماء یهود و نصارا، که شما نازل کنید بر سر آنها کتابی از آسمان دفعتا. هدینه شما نازل کنید، شما نازل کنید بر سر آنها کتابی را از آسمان، بله دفعتا. اینجا که دفعتا؟ از اینجا الله تعالی زجر می کند. این سال از شما می کند، حالان که فقط سألوا موسی اکبر من ذلك. آنها سوال کردن از موسی چیز بزرگتری از این. از شما میگن کتابی بر آنها نازل کنید از آسمان مکتوب بر الواح، چنانچه که تورات مکتوب بر الواح بود. از این سوال شما اونها موسی را سوال سنگینتری کردن و آن سوال سنگینتر و اکبری که از موسی کردن این بود که وقتی اناد کردن تورات مکتوب آمد روی الواح، گفت ما ایمان نمیاریم، ارنا الله جهرتا،
الله هم کلام کرد، هم تورات مکتوب داد، اینها تصدیق نکردن و حضرت موسی علیه السلام را گفتن خدا را به ما نشان بده عیانا، جهرتا یعنی عیانا، روی چشم خدا را ببینی. این درخواست وقتی کردن فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، گرفت آنها را یک آفت آسمانی، جبرئیل یک نعره زد، یک صاعقه آمد به سبب ظلم آنها. این سؤال بزرگ آنها بود. خب از شما این چیز را میخواهند که شما کتابی مکتوب بر الواح و اوراق بر سر اینها نازل کنید. این عادت این خبیثای فقط سألوا موسی، پس به تحقیق این فا تعلیلیه، به تحقیق که اینها سوال کردن موسی اکبر من ذالک و چنان عناد کردن تا این اندازه که گفتن به موسی ارنا الله جهرتا، پس آنها را صاعقه گرفت، بلای آسمانی گرفت به سبب ظلم آنها. با وجودی که تورات و این همه معجزات عظیم را از موسی علیه السلام مشاهده کرده، اینها گوساله را معبود قرار دادند. این سمه استبادیه. ثم اتخذ العجل، این اناد دیگر آنها. اناد اول ارنا الله جهرتا، اناد دیگر اتخاذ کردن گوساله را بعد از این که بینات آمد، دلائل توحید پیش اینها آمد. سبحان الله، ید بیضا بود، عصای موسی بود، فلک بحر شد، دشمن جلوی چشمانها غرق شد، ملک مصر را مالک شدن. موسی علیه السلام رفت که تورات بیارد، اینها گوساله را عبادت کرد. چقدر اینها استبعاد معنی اینه. اینها اتخاذ کردن گوساله را معبود، اله، اتخذ العجل الهن یعنی معبودن. بعد از اینکه بینات توحیدی پیش اینها آمد، این همه دلائل توحیدی را در طول 40 سال مبارزه برای اینها حضرت موسی بیان کرد. فرعون غرق شد، دریا ایستاد، اینها گذشتن، دشمن غرق شد، ید بیضا، عصای موسی و هزاران دلائل توحید که یک پیغمبر برای تزکیه یک امت بیان دارد و تبلیغ دارد. حضرت موسی اینها را بیان کرد، حضرت هارون بیان کرد، اینها باز گوساله را معبود قرار دادند. ثم استبادی معنیش چیه؟ این هم جنایت آنها را منعف کردن، یعنی اینها را ریشه‌کن نکردن. فعفونا عن ذلک، ما عفو کردیم از این جنایت ها، در دنیا عذاب ندادیم و ریشه آنها را نکندیم، تمام را نابود نکردیم. خب توبه آنها قتل نفس بود که در آخرت ما اینها را معاف کردیم و بعد ما دادیم نه از عفو اینها به موسی علیه السلام سلطان مبینا. سلطان مبین مراد روح سریع. خدا به حضرت موسی اینقدر روح داده بود، نه فرعون جرأت کرد که به موسی دست بزنه و نه این بنی اسرائیل. حضرت هارون علیه السلام روحی نداشت موسی علیه السلام. چرا در جلوی هارون علیه السلام اینا گوساله پرستی کردن؟ ساموری گوساله را درست کرد، حضرت هارون هر چی فریاد کرد اصلا توجه نکردن، لیکن موسی کلیم اینقدر روح داشت تا موسی آمد اینها را به 3 گروه تقسیم کرد. ساموری را گفت که لا مساس نکن، حضرت هارون هم عفو نکرد، ریش بزرگوار و سر موهاش گرفت و کشید و قوم را گفت شما جنایت کردید، بعد خود را بکشید. تا رو به موسی اینقدر زیاد بود که خود را کشید. الله تعالی میگه نه از عفو اینها متأثر شدن و نه از رو، هیچ چیز اینها را تحت تاثیر قرار نداد. و ما عنایت کردیم موسی سلطان مبین، ید بیضا، عصای موسی، اون روب و دهشتی که خدا به موسی. این معجزه فقط مال موسی بود. هارون علیه السلام نه ید بیضایی داشت و نه عصایی که اشتها بشه. خدادان موسی علیه السلام. این خاطر قرآن میگه و آتینا موسی سلطان مبین. سلطان یعنی غلبه آشکار. حضرت موسی را الله تعالی عنایات خاصی کرد. نبوت به هارون علیه السلام بر اثر دعای موسی کلیم الله. میگه هیچ برادری آنقدر احسان به برادر نکرده که موسی کلیم الله به برادر خودش.
اجعله وزیرا من اهلی. عناد سوم، اینها زیر بار تورات مکتوب بر الواح هم نرفتن پیغمبر. ما بلند کردیم بالای سر اینها تور، کوه را. تور اینجا مراد اون تور مخصوص نیست، تور اینجا مطلق معنی کوه. برای اینها که از اینها عهد بگیریم برای پذیرش تورات. اینها گفتن حکم تورات خیلی سخت، ما نمیتونیم عمل کنیم. الله تعالی کوه آورد 1 فرسخ در 1 فرسخ، همه را اندازه که دست اینها هم به کوه میرسید، اندازه بالای سر اینها کوه آمد که قبول میکنید یا همین کوه را دیرش بالش مله. من مکتوب بر الواح تا پذیرش او من کوه را بالای سر اینها آوردم. اینقدر اینها نادیه بلند کردم بالای سر اینها تور را تا که آنها عهد کنند و تورات را بپذیرند، به خاطر گرفتن عهد از آنها به میثاقی. برای اینکه از آنها عهد و پیمان من بگیرم کوه را بالای سر اینها آوردم برای که عهد کنند. و گفتم برای آنها بعد از اینکه آنها که داخل باب بشوید در حال سجده، باب بیت المقدس برید، شام مال شما، مصر هم که رایگان دادم، مفت دادم، حالا برید شام را با جهاد فتح کنید. و من بالای سر اینها و دستور دادم به آنها که وارد باب بشی سجدن. و دیگه هم من از اینها را گفتم که روز شنبه تجاوز نکنی و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، تجاوز نکنید در شنبه، ماهیگیری نکنید. و علاوه این عهدهای خصوصی که برای اینکه آنها عهد کنند که تورات را میپذیرند کوه را آوردم. اینها را گفتم برید از دروازه در حال سجده و باز در شنبه تجاوز نکنید، خیانت نکنید. شنبه روز عبادت، از صبح تا غروب آفتاب. علاوه بر این عهدهای ویژه من گرفتم از آنها میثاقا غلیظا، عهدهای بسیار مضبوط و محکم. جای دیگر قرآن میگه لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم برسلی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری. من این عهدهای متکرری از اینها گرفتم، غیر از این عهدهای مخصوص. اینجا دیگه خلاصه کرد الله تعالی اخذنا منهم میثاقا غلیظا، عهدهای بسیار مضبوط و محکم به واسطه انبیا و کتابها. لیکن اینها همه عهد شکنی کردن. این با سببیه هست. فبما نقضهم و ما زائد، پس به سبب نقضی که کردن آنها عهدهای خود را در طول تاریخ. 1. و به سببی که کفر کردن به آیات الهی. 2. و به سبب اینکه اینها کشتن انبیاء علیهم السلام را به غیر حق در طول تاریخ. 3. و به خاطر اینها گفتن دلهای ما در غلافن، برای حرفهای شما جای در دلهای ما نیست. الله تعالی گفت نه نه نه، دلهای اینا در غلاف نیستن، خدا مهر زده بر دلهای آنها، به سبب کفر آنها اینا ایمان نمیارن، خیلی کم. خب به سبب نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و به خاطر اینکه اینها گفتن قلوبنا غلف، و به خاطر کفری که کردند آنها، چه کفری؟ و گفتند آنها علی مریم بهتانا عظیما. این عطف تفسیری. و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا، و به خاطر کفرهای خاص آنها، یعنی گفتن آنها بر مریم بهتان عظیم. این 5. و به خاطری که اینا را حساب بکنید، قتلهم بغیر حق و قولهم 4 میشه، و به کفرهم این 5. این 2 تا حساب دارد. و به خاطری که آنها گفتن بر مریم بهتان عظیم 6. و به خاطری که آنها گفتن افتخارا که ما قتل کردیم مسیح عیسی ابن مریم را که رسول خدا است. این قول الهی استبعادیه، افتخار میکردن که ما رسول خدا را کشتیم.
خب این 7 جنایت باز گفت و به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، این جزای بخاطر این جنایت ها ما طیبات را بر آنها حرام کرد. و بر مریم علیه السلام بهتان عظیم زدن و گفتن که ما قتلنا المسیح عیسی ابن مریم که رسول خدا است، حالان که و ما قتلوه، حقیقتا اینها قتل نکرده بودن حضرت عیسی علیه السلام و ما صلبوه، و حتی اینها بدار هم نزده بودن حضرت عیسی علیه السلام، لیکن مشتبه شده بود برای آنها، ولکن شبه لهم، مشتبه شده بود برای آنها. چی چیز مشتبه شده بود؟ این دو معنی داره سروران کرام، ولکن قتلوا و صلبوا من شبه لهم، بعد از لکن قتلوا و صلبوا هست، ولکن قتلوا و صلبوا من شبه لهم، کسی را که مشابه کرده شده بود برای آنها. میگویند که شخصی به نام تیتانوس، اینها خانه‌ای که حضرت عیسی در آن خانه بود با مادرش، اینها اون خانه را محاصره کردند. شخص بسیار شریر و دشمن عیسی ابن مریم به نام تیتانوس فرستاد این یهودی ها که برو عیسی ابن مریم قتل. این که رفت الله تعالی عیسی ابن مریم که از همون سقف به آسمان، شکل عیسی بر چهره این مرتسم شد. این وقتی که برگشت گفت همینه، گرفتند و همون داری که این نصب کرده بودن برای اعدام کردن حضرت عیسی، اینه به اون دار زدن. بعد دیدن که خب این تیتانوسه که ما کشتیم. بعد از کشتن فوراً اینا بردن دفنش کردن و اشاعت کردن که ما کشتیم. بعضی ها که دیدن که تیتانوسه، بعضی اینه تبلیغ کردن. حالا برای این یهودی ها مشتبه شد. این یک توجیه است. ولکن قتلوا و صلبوا من شبه لهم. توجیه دیگر که شهرستانی کرده، اینها درباره قتل حضرت عیسی با هم اختلاف دارند. بعضی میگن کشته نشد، بعضی ها تبلیغ کردن که ما کشتیم. بعد یکی بنده خدایی را گرفتند و کشتن، این لعنتی ها و ظالمین و به حضرت عیسی منسوبش کرد. این خاطر الله سبحانه و تعالی می فرماید ما قتلوه و ما صلبوه ولکن قتلوا و صلبوا من شبه لهم، کسی را که مشابه کرده شده بود برای آنها، مشابه عیسی کرده شده بود. و به درستی آنهایی که اختلاف دارند درباره قتل عیسی، البته در یک شکی هستند از قتل عیسی. ما لهم به من علم، اینها هیچ علمی نسبت به قتل عیسی ندارند، الا اتباع الظن، مگر پیرو گمانند، فقط با گمان حرف میزنند، تخمینند. و ما قتلوه یقینا، و نکشتند آنها حضرت عیسی را یقینا. خب نکشتن چه کار شد؟ بر رفعه الله الیه، بلکه حضرت عیسی را الله تعالی بلند کرد به جانب خودش به طرف آسمان. رفعه الله الیه ای الی سمائه و کان الله عزیزا حکیما. لیکن الله تعالی هست عزیز، بغیر رفع میتونه حضرت عیسی را حفاظت کنه، لیکن حکیم است که او را به آسمان بلند کرد و با حکمت خدا تبارک کرد. و ام من اهل الكتاب، نیست هیچ اهل کتابی الا مگر ایمان میارد به عیسی قبل از موتش، و روز قیامت حضرت عیسی بر علیه آنها گواه میشه. این آیه دو معنی دارد. یعنی وقتی حضرت عیسی علیه السلام از آسمان نزول میکنند، همه این عیسایی ها ایمان میکنند.
اینا که ایمان میارن برای اینها گواه میشه و آنهایی که کفر کردن برای علیه آنها گواه میشه. این یک معنی است. معنی دیگر اینه که موقع مرگ یهودی باشد نصرانی باشد به حقانیت عیسی پی میبرد، ایمان میارد، لیکن این ایمان برای او سودی ندارد، ایمان اضطراریه. نیست هیچ اهل کتابی مگر ایمان میارد اضطرارا به عیسی قبل از مرگ خودش. هنوز اهل کتاب نمرده، این قبل موتی ضمیرش برمیگرده به اهل کتاب. قبل از موت خودش ایمان میارد. هر کافر متوجه میشه هنگام مرگ که دیگه ملائک بیان و آنقدر اظهار ایمان میکنه، مثل که فرعون بعد از رد شدن ایمان آوردی آمنت برب هارون. لیکن این ایمان اضطراری و این ایمان اجباری و قهری مقبول نیست. هر اهل کتاب به حضرت عیسی ایمان میارد قبل از موتش، لیکن قبل از موت خودش، لیکن این ایمان برای او سودی ندارد. پس در هر دو صورت من ضمیر بهی را به عیسی مرجع کردم و قبل موتی دو مرجع داره، یکی عیسی قبل از موت عیسی، یعنی در قرب قیامت، و قبل موتی ضمیر را به اهل کتاب کردم. نیست هیچ اهل کتابی مگر ایمان میارد به عیسی قبل از موت خودش، لیکن ایمان اضطراری قبول نیست. و یک مرجع دیگر بهی ای بصدق ما قال محمد صلی الله علیه وسلم. مرجع دوم بهی عیسی نیست هیچ اهل کتابی مگر اون اهل کتاب ایمان میارد اضطرارا بصدق ما قال محمد صلی الله علیه وسلم، قبل از مرگ خودش اون اهل کتاب به صدق ما قال محمد صلی الله علیه وسلم ایمان میارد، لیکن این ایمان موقع مرگ قبول نیست. یعنی برای آنها مشخص میشه، همانطوری که برای فرعون مشخص شد که حضرت موسی حق است. هر اهل کتاب الان محمد رسول الله را قبول نمی کند، قبل از مرگ خودش به صدق ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان میارد، لیکن این ایمان برای آنها سودی ندارد. و روز قیامت حضرت عیسی بر علیه آنها گواه میشه. خب به خاطر این جنایت ها بعد قرآن اعاده کرد چون دور شد فبظلم من الذین هادوا، پس به سبب ظلمی که ظلم آنها کفر بود، نقض عهد بود، قتل انبیا بود، قلوبنا غلفن بود، قولهم علی مریم بهتان عظیم، قول آنها که انا قتلنا المسیح، این ظلم آنها. همه اینها هر یکی از این جنایت ها ارنا الله جهرتن ثم اتخذوا العجل الهن، این همه جنایت ها ظلم آنها بود. به خاطر این ظلم های متعدد آنها که خود را یهودی می گفتند ما حرام کردیم بر سر اینها طیبات، چیزهای پاکیزه را، اون چیزهای پاکیزه که احلت لهم برای آنها در اصل حلال بودند. این چیزهایی که حلال بودن چیند؟ و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، هر اون صاحب ظفر ناخن داره، شطور ببینید ناخن داره. آیه 146 میشه سوره انعام از این قرآن های سینزخت 204. و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، بر سر یهودی ها ما حرام کردیم هر صاحب ناخن را. ببینید شطور دو ناخن داره، مرغ هم ناخن داره،
بد و از گاو و از گوسفند حرام کرده بودیم بر سر اینها پی آنها را، پی کلیه حرام بود. ها اون پی که بر پشت اینها هست حلال بود، یا دوربر روده ها هست، یا پی استخوان را که داخل استخوان روغن. ذالک جزیناهم ببغیهم، این طیبات را ما بر آنها حرام کرده بودیم، هر ذی ظفر را حرام کرده بودیم، شتر مرغ و بط و مرغابی و این چیزها را از شتر مرغ بط اینها همه ذی ظفر بودن. از بقر و از غنم پی را حرام کرد، پی این گوسفندها را. حالا ببینید تو گوسفند هم چیزهایی هستن که حالا چیزهای مرغوبی نیستن، حرام هم، مکروه تحریمی هم. مثلا عموما مردم میخورن خصیتین این حیوانات، اینها حرام. اونی که زنده را خواهش میکشن او که قطعا حرام، حتی اگر از حیوان تکه گوشت را جدا کنه او زنده باشد اون هم حرام، اون هم جزء میته حساب میشه. ولهذا دیگه چیزهایی هستن که به خاطر جریمتن الله تعالی میگه حرمنا ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون، ما اینها را مجازات کردیم، این طیبات را بر آنها حرام کردیم. خب یک توجیه حرمنا علیهم طیبات اینه، و توجیه دیگر از طیبات مراد حکومت و ریاست که اینها در میدان تیه حضرت موسی را جواب نامطلوب دادن، فاذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. اون حکومتی که به آنها میخواست برسه و اون عزت، اون طیبات ملوکیت و بادشاهیت و اینها را من بر اینها حرام کردم که شرارت کردم. که برای آنها حلال بود و به سببی که آنها جلوگیری کردند از راه خدا بسیاری مخلوق را کتمان و تحریف کردند و به سبب اینکه اینها اخذ ربا کردند، سودخواری کردند، حالان که اینها در کتابهای آسمانی و به زبان انبیا ممنوع شده بودند از سودخواری، و به سبب اینکه آنها میخوردن مال مردم را از راه باطل. همین ایام موت و حیات انبیا را تجلیل میکردن و از این کانال مال مردم را میخواندن، روزه پولی میخواندن و از انواع و اقسام رسومات اینها مال مردم را از راه حرام میخوردن. رشوت خاری در میان یهودی ها عام بود، اونایی که حاکم بودن، اونایی که آخوند بودن، انواع و اقسام رسم و رسوم به گردن اینها گذاشته بودن که این چیز را باید بیاری. اکلهم اموال الناس بالباطل. الله تعالی میگه و ما آماده کردیم برای کافرها اینها را حرام کرد، و ما آماده کردیم برای کافرها اینها عذاب علیم. حالا اگر این خصیصه های یهود، حرامخواران یهود، ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، اینها مالهای مردم را از راههای نامشروع میخورند، رشوت و رشوت ستانی یا انواع و اقسام رسم و رسوم به گردن اینها گذاشته بود، از این کانال ها میخوردن. بین خاطر الله تعالی میگه خب همه که اینطور نیستن، تعدادی از آنها که راسخ در علمن آنها ایمان دارن، لیکن آنهایی که راسخ و مضبوطن در علم از این یهودی ها و آنهایی که ایمان دارن به کتابها و به دستورات الهی
همه اینها ایمان دارند به اون کتابی که نازل کرده میشد به جانب شما پیغمبر و به اون کتابی که نازل کرده شده قبل از شما و آنهایی که اقامه نماز میکنه. این والمقیمین الصلاة منصوب علی المدح و آنهایی که اقامه نماز میکنن من ستایش رو میکنم و آنهایی که زکات میدهند و آنهایی که ایمان درست به خدا دارند و روز آخرت، این انسان ها من بینها اجر عظیم میدم. راسخین فی العلم، آنهایی که ایمان درست به ما انزل دارند، اینها را من اجر عظیم میدم. خبره لكن الراسخون فی العلم منهم، این الراسخون من معنی الذین میکنم. متوجه هستید؟ الف لام بر سر اسم فاعل معنی الذین، لیکن آنهایی که راسخن در علم از این اهل کتاب دو مرتبه من آیه را معنی میکنم. آنهایی که ایمان دارن به کتابها و واقعا به کتابهای آسمانی، همه اینها ایمان دارن به ما انزل الیک، ایمان به کتاب شما داره ای پیغمبر و به آن کتابهایی که نازل شده قبل از شما. آنها را که اقامه نماز میکنم من تعریف میکنم، آنهایی که زکات میدن، آنهایی که ایمان درست بالله و الیوم الاخر دارند، همه این انسانهایی که این صفات را دارند من به آنها اجر عظیم عنایت میکنم. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. جواب سوال هست که در اول یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء مکتوب بر الواح. الله تعالی میگه این عناد این هست پیغمبر، من به اکثر انبیا وحی تدریجی مثل شما داده، حتی به خود موسی وحی تدریجی داده. همه کلامهای من خدا من ورای حجاب، روزی که من حضرت موسی را نبوت دادم، روزی که من به حضرت موسی را برای ملاقات خود خواستم تورات بدم و به کرات و مرات من با موسی علیه السلام به صورت بین ورای حجاب کلام کرده. همه کلام من وحی بوده، فقط یک تورات را من مکتوب دادم و به کرات و مرات وحی تدریجی من به خود موسی هم دادم. به همه انبیا آنچه من به شما وحی میکنم تدریجی، من به همه انبیا همینطور وحی تدریجی کردم. انا اوهنا جواب اون سواله، اون سوال را جواب نده. نگه یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم سورتا، در وسط الله تعالی تمام خبائث اینها را ذکر کرد. این سوال که کتاب مکتوب از شما میخواهند جز شرارت های اینها ای پیغمبر. الان هم الله تعالی داره جواب میده انا اوهینا الیک، به تحقیق ما وحی میکنیم کتاب را به جانب شما تدریجی، همانطوری که ما وحی کرده بودیم به نوح علیه السلام و به طرف انبیا بعد از نوح. من به همه انبیا همینطور تدریجی وحی فرستادم و وحی کرده بودیم تدریجی به طرف ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان و خصوصا داده بودیم به داود علیه السلام زبور را به طور ویژه. چرا نام زبور را گرفت؟ که در زبور ادعیه بودن، ادعیه عجیبه داشت. اعلان نبوت نبی آخر الزمان هم بود، اعلان نبوت نبی آخر الزمان هم همین در زبور به طور ویژه از رسالت رسول الله، از صفات رسول الله الله تعالی ذکر کرده بود. من به همه این انبیا وحی تدریجی دادم و ارسلنا و من فرستادم پیامبران زیادی که بیان آنها را کردم بر شما قبل در سوره های مکی، و پیامبران زیادی اعزام کردم که اصلا بیان آنها را بر شما نکردم. نام 25 نبی در قرآن عظیم الشان چند تا در حدیث آمده. دیگه این همه انبیاء علیهم السلام بیان اونها را تشریح نکرده. انبیای بحث آنها آمده در قرآن که در آن دیار آن انبیاء معروف مشهور بودند، مردم آنها را میشناختند. من همه این انبیاء را وحی تدریجی دادم، ارسال کردم. علاوه از این انبیاء
پیامبرانی که بیان آنها را بر شما کردم در سوره های مکی و پیامبرانی که من اصلا بیان آنها را بر شما نکردم و خصوصا کلم الله موسی تکلیما، الله تعالی با موسی کلام کرده. کلامی که خدا با موسی کرده وحی تدریجی بوده، کم کم خدا کلام کرده. ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکا علیها و هش بها علی غنمی. همه وحی آسمانی تدریجی ہے. الک ما فی یمینک انداخت فاذا هی ثوبان مبین والله مدبرا. موسی فرار کرد. الله تعالی وحی کرد یا موسی اقبل ولا تخف. کجا فرار میکنی موسی؟ یہ متوجه شو. خذها ترمیدها. این همه وحی تدریجی ہے. پھر حضرت موسی کلام میکنه، ایک مرتبه الله کلام میکنه، موسی فرار میکنه، الله متوجه میکنه. کلم الله موسی تکلیما. اینها وحی الهی تدریجی بودن، دفعتی نبودن. خلاصه ما فرستادیم انبیا، ارسلنا رسولا برای چی؟ مبشرین و منذرین، در حالی که اون انبیا بشارت میدادن، آنهایی که فرایض انبیا را بیان کرد. من انبیا اعزام کردم برای بشارت دادن که مؤمنین را بشارت جنت بدن و برای آگاه کردن که کفار از عذاب دنیا و آخرت آگاهی بدن. این دو وظیفه انبیا مبشرین و منذرین. و دیگه حکمت ارسال رسول به این بوده که پردای قیامت هیچ خبیثی نگه من ندانستم. سروران گرامی، تبلیغ، ارسال رسول، مبشرین و منذرین، بشارت، انذار هم بوده. و دیگه حکمتی که خدا در برای ارسال رسول فرستاده اینه که لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. انسانها پیش خدا بهانه نکنن که ما ندانستیم، تا نباشد برای انسانها بر خدا هیچ دلیلی بعد از ارسال رسول، یعنی دلیل نادانستن را مطرح نکنن پیش خدا. شما هم مسئله دین را صاف به مردم، هم بشارت بدید، هم انذار کنید، لہذا هر که قبول نکرد شما ملامت نیستید. شما شاهدان خدایی، لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اگر کسی دعوت شما را مسئله توحیدی که شما بیان کردید نپذیرو، شما حجت الهی، حجت الله. اینا چرا خود را حجت الله میگن؟ که ما بیان حق خدا را میکنیم. شما حق خدا را بیان میکنی یا خود را خدا معرض میکنی؟ حجت الله شما فردای قیامت هیچ کبر پرستی و هیچ ندا کننده غیر الله پیش خدا نگه من ندانستم. شما هر چقدر تبلیغ توحید بکنی شما شاهدی خدایی. فردای قیامت همه گور پرستان را خدا ملامت میکنه. بله این لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. الله عزیز بود، بلا ارسال رسول عذاب می توانست بدهد. حکیم بود که انبیاء ارسال کرد و اتمام حجت کرد. اے پیغمبر، اگر این 4 یهودی لعنتی به نبوت شما شاهدی نمی دهد، به رسالت شما شاهدی نمی دهد، شهادت خدا بس شما. لیکن الله یشهد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالی شهادت می دهد به آن کتابی که نازل می کند به جانب شما. مشهود بگید نازل می کند این کتاب را الله تعالی در حالی که علم خدا وابسته است به علمه، یعنی در حالی که الله عالم به ما انزله. او اگر این 4 یهودی لعنتی حرام خور
اکالون للسحت، خدا میگه نه حرام خورن. اگر گواهی نمیدن والملائکة یشهدون، همه فرشتگان شهادت رسالت را میدن. و کفا، حالا فرشته هم گواهی ندهن فرزن کفا بالله شهیدا، شاهدی خدا بس نیست، الله شاهدی میده در حالی که عالم هست در شهادتش، شاهد به علم خودش این حاله. الله حال کونه عالما، فرشتگان گواهی میدن و گواهی خدا هم بسه که فرشته هم گواهی نده. فرضا تخویف ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، آنها که کفر کردن ضلاله و مانع شدن از راه خدا اضلاله، اینها گمراه شدن گمراهی بسیار دور از حق. آنها که کفر کردند و ظلم کردند، سبحان الله این اضلاله، نیست خدا که ببخش آنها را و نه آنها را راهنمایی بکند به راه جنت. نه اینها را خدا میبخشد و نه اینها را به راه جنت راهنمایی میکند، مگر راه جهنم را که همیشه میمانند توی جهنم. کان ذلک علی الله یسیرا، اینکه الله سبحانه و تعالی همه مجرمین اولین و آخرین را به راه جهنم راهنمایی کند برای خدا سخت نیست. همه اولین و آخرین همه انسان ها را به راه جهنم راهنمایی کردن و بردن بینها را به جهنم رسانیدن، این برای خدا سخت نیست. و کان ذلک علی الله یسیرا. اکنون ترغیب هست، این پیغمبر عظیم الشان را ای مردم که پیام الهی را به شما ابلاغ می کند قبول کنید، بپذیرید، رسالتش را تصدیق کنید. ای مردم قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، آمده رسول بسیار عظیم الشان به حق و صداقت از جانب رب شما، حق را آورده پیش شما، قرآن دین حق. جاءکم الرسول بالحق، با حق آمده، با قرآن آمده، با حق و حقیقت آمده، از جانب رب شما آمده. لہذا کامیابی میخواهید فآمنوا، ایمان بیارید به این رسول عظیم الشان. خیرا خبر برای یکن خیرا لکم، این ایمان خیر میشه برای شما. یکن خیرا لکم، ثمره ایمان امت اجابت. ایمان بیارید به رسالت این پیغمبر که حق را و حقیقت را آورده، می شود ایمان خیر برای شما. اگر کفر کردید انسانها تو فلا ضرر علی الرسول و علی الله جزا، پس ضرری نه بر خدا هست نه بر رسول خدا. چرا؟ بخاطر اینکه فإن لله ما فی السماوات والارض، به خدا اختصاص دارن که در آسمان و زمینن، همه ما فی السماوات و ما فی الارض خدایی خدا را قبول دارن، رسالت محمد را قبول دارن، سنگ ها قبول دارن، مار و گشتم ها قبول دارن، ماهی ها قبول دارن، همه حشرات، همه مخلوقات ما فی السماوات و ما فی الارض هم خدایی خدا را قبول دارن، هم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم را قبول دارن. سنگ در کف رسول الله، در کف ابو جهل سنگ بودن، سنگ ریزه. گفت تو خود را رسول میدانی؟ گفت بله. خب بگو در کف من چه هستم. اگر مشرک بی ایمان این اعتقاد را دارد که رسول غیب میداند، هر چیز را میداند، پیغمبر علیه السلام فرمود من بگم که در کف تو چه هست، یا آنها که در کف تو هست آنها بگن که من کی هستم. کلمه شهادت را سنگها اعلان کردن، اشهد ان لا اله الا الله. این سنگها به سخن آمدن
ابو جهل لعنتی پرتاب در سنگار گفت وای چقدر جادوگر خطرناک هستی محمد، سنگها جادوی تو هنوز بر سنگها اثر میکنه؟ چقدر بخت کسی که بد باشد، واقعا بخت بد بده دیگه. به تعبیر شیخ الاسلام بخت کسی را که روز اول سیاه بافته‌اند دیگه سیاه هرگز اون نیک بخت نمیشه. اگر شما انسان ها همه و همه به این رسول، این آیت درباره بعثت عموم پیغمبر، یا یوحنا اگر همه شما هم کفر کنید فلا ترد علی الله و علی رسولی، چرا؟ فإن لله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. الله تعالی دانا است، کفر و ایمان تمامی را میداند، کی کافر کی مومنه، حکیم است در عدم عذاب، در امحال از عذاب او حکیمه. یا اهل الکتاب، بعد از خطاب عام یا یوحنا خطاب عام ہے، حالا خطاب خاص. او اهل کتاب، او مولویا، او مراجع تقلید، لا تغلو فی دینکم، سرکشی و تمرد در دین نکنی، زیاده روی در دین نکنی. نعوذ بالله انبیاء را از مقام رسالت به مقام الوهیت نرسانی. غل در دینی نه، آنقدر در مد و تعریف انبیاء زیاده روی کنی که انبیاء را از مقام بندگی و از مقام رسالت به مقام خدایی برسانی. این غلوب در دینه. نبی نبی است، الله الله است، ولی ولی است، رسول رسوله که الله الله است، در شان و در صفات خودش یگانه است. او خیلی غلوب کرده. آخر اهل کتاب حضرت عیسی را از مقام بندگی به مقام الوهیت رسانیدن. اینا هم دارن اینقدر در تعریف بندگان خدا زیاده روی میکنن. اون روز واقعا من نوشته دیدم خیلی ناراحت شدم. چرا انسان مخلوق را از مقام بندگی و از مقام کنیزی به مقام الوهیت معرفه، به جای بگن که حضرت فاطمه الزهرا کنیز الله است، میگه یک موجود جبروتی الهی به صورت زنی ظاهر شده. استغفر الله. و الله ذاتش کبریایی دارد، جبروته، چطور به صورت زن؟ نه زنی بود، حضرت فاطمه الزهرا زنی بود، شوهری داشت، مثل زنان دیگر مریض میشد، مثل زنان دیگر گرسنه میشد، آب میخورد، نیاز به شوهر پیدا میکرد. و حضرت علی زوج او هست، حضرت حسن و حسین و اینها همه فرزندان او هست. بنده خدا بود، مقرب الهی بود. همین الله تعالی میگه یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، او اهل کتاب زیاده روی نکنید، تجاوز نکنید در باب دین و نگید بر خدا غیر از حق. بیمانا برای خدا نائب درست کردن. قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. آخر که دیدن خوب تسلیم شده بندگی الوهیت این بزرگان، دیگر کدمی گذاشتن، گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما هم نائبان خدایی، ما هم نائبان خدایی، ما هم مرجع تقلیدی. شما باید ما از ما اطاعت کنید، از ما تخطی کردی جهنمی میشید. حالا بگید چرا زیاده روی میکنید؟ چرا ناحق حرف میزنید؟ من که نه عیسی را نائب کردم، نه عزیر را نائب کردم و نه شما را نائب کردم. من چه نیازی دارم که شما را یا عیسی را یا کسی دیگر را نائب بکنم؟ سه دسته شدن نصارا. یک دسته گفتن حضرت عیسی
خود خدا هست. الله تعالی به صورت عیسی ظاهر شد. این آیات مقدمه سوره مائده هست. یک دسته ای گفتن نه، عیسی پسر خدا هست. کارهای الهی را، کارهای کوچک کوچک خدا را همانطوری که پسر جلوی کارهای پدر میشه دیگه، نه کارهای کوچک کوچک خدا را این انجام میده. و بعضی گفتن نه، سه قسمته: خدا، جبرائیل، عیسی، ثالث و ثلاثه. الله تعالی میگه انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح کی عیسی فرزند مریم است، رسول الله، این رسول خدا است، نه اله است، نه ابن اله است، نه ثالث و ثلاثه، نه جزء اله است، نه اله، نه ابن اله، نه جزء اله. و کلمته، این رسول خدا است و کلمه الله است، با کلمه کن پیدا شده. این کلمه را القا کرد الله به طرف مریم و روح مخلوقی هست از طرف خدا، روح منه، این روحی هست خلق شده از خدا. روحی که مخلوق خدا هست. لذا فآمنوا بالله، ایمان بیارید به خدا. همانطوری که الله بدون ابن است، با تمام صفات خدا را ایمان به خدا بیارید. برای خدا جز فرزند خدا درست نکن. فآمنوا بالله و به رسولان خدا و نگوید ثلاثه، ثالث و ثلاثه هم نگید، نبگید الله هست، نبگید ابن الله هست و نبگید ثالث و ثلاثه. انتهو، از این قاعده باطله باز بیایید. یکن خیرا لکم، برای شما خیر میشه. انما الله اله واحد، الله معبود یگانه است. عیسی را سجده میکردن، عیسی را میخواندن، برای عیسی نذر و خیرات و قربانی هم میدادن. الله تعالی میگه معبود شما یگانه است. انما الله اله واحد، او حق عبادت دارد، جانی، مالی، زبانی، فقط او را عبادت کنید. سبحانه، این رد ابنیت، پاک از خدا از این که برای او کسی ولد بشه. الله تعالی از ولد پاکه. چه ضرورت دارد الله تعالی ولد انتخاب بکنه؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه در آسمان و زمین، خلقن، ملکن، عبیدن، همه مال خدا است. الله تعالی غلام خود را، مخلوق خود را چطور ابن قرار میده؟ غلام خود را، مخلوق خود را، مملوک خود را این چطور میتونه برای خود ابن قرار بده؟ و غلام فرزند میشه، مملوک فرزند میشه، مخلوق او میتونه فرزند بشه برای خالق. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خلقن، ملکن، ملکن، عبیدن. و کفا بالله وکیلا، برای کارسازی وکیلی خدا بس نیست. الله تعالی کارساز و وکیل همه مخلوقات است. وکیل که کارساز را میگن، خدا برای وکالی و کارسازی و درست کردن کارها خدا بس کافیه. چطور شما بنده خدا را، غلام خدا را، کنیز خدا را، محتاج به خدا را شما لقب بزرگی میدید؟ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. حضرت مسیح آر و ننگ از غلامی خدا ندارد، بلکه به غلامی خدا، به بندگی خدا افتخار هم میکنه. و نه فرشتگان مکرم از بندگی و غلامی خدا استنکاف دارد. ایمان مسیحی اینه که بگه عیسی عبدالله و رسوله،
به ما هم همین کلمه تلقین شد که بگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چرا در کلمه شهادتین باید اول به عبدیت پیغمبر اعتراف کنیم؟ چرا؟ عبدیت پیغمبر قبل از رسالت هم بوده، بعد از رسالت و بعد از اینکه به معراج هم برده شده است پیغمبر عبد بوده، از مقام عبدیت به مقام الوهیت نرسیده. و شهادتینی که به ما تلقین داده شده است که در تشهد میخوانیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، هرگز آر و ننگ ندارد مسیح از عبدیت خدا، ان یکون عبدا لله، و نه فرشتگان مقرب از عبدیت الله که من جمله فرشتگان مقرب کیه؟ جبرئیل. آخه اینا که ثالث و ثلاثه گفتن، یک خدا، یک عیسی، یک الله. الله ثالث ثلاثه، سومی سه الله، مثل که ثانی اثنین، دومی دو رسول الله، یعنی یک ابوبکر و دیگه پیغمبر. ثالث و ثلاثه میگفتن الله تعالی به سه اصل بزرگ تقسیم شده. الله سومی این سه هست، یعنی سومی الله وحدت هم هست. الله تعالی گفت بندگان من که مثل عیسی مسیح ابن مریم یا فرشتگان مقرب، اینها به غلام من هست. غلام چطور می شود جز و همسر من، برابر من؟ فرزند با پدر دوی نمیزنه؟ بله دوی میزنه بابا. بعض فرزنده هم عجله دارن که پدرشون چرا زود نمیمیره، همه چیز برای ما بمانه. در زندگی پدر دوی میزنن نمیزنن؟ ماشین میخوان، سرا میخوان، زن میخوان و خود را شریک پدر میدانن. اگر پدر میراث ملکی را به کسی دیگر بده، هر یکی یک شمشیری میکشد و حرکت میکند. پدر ما پیر شده دیوانه، نمیدیم ما ملک خود میگذارن. کجا میگذارن؟ دوی میزنن. الله تعالی فرمود مسیح از بندگی خدای آر و ننگ ندارد. فرشتگان مقرب که من جمله جبرئیل هست و هر کسی که آر کند و ننگ کند از عبادت خدا و از بندگی خدا و استکبار کند، خدا اون آنها را حشر می کند به طرف خودش جمیعا و عذاب می دهد. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، کاملا به آنها پرداخت میکند خدا اجر آنها را و اضافه میدهد از فضل خودش. علاوه اجر الله تعالی از فضل خود دیدار و غیره میدهد. و آنها که آر دارند و ننگ دارند و استکبار دارند از عبادت خدا، از بندگی خدا، آنها را خدا عذاب علیم میدهد و آنها نمییابند برای خودشون غیر از خدا هیچ کارسازی را و هیچ مددگاری را. همه به عبادت خدا افتخار دارند. عیسی ابن مریم به عبادت خدا افتخار دارد، فرشتگان مقرب به عبادت خدا افتخار دارند، همه به غلامی خدا افتخار دارند. ترغیب و بشارت یا ایها الناس، او مردم، بعد از خطاب خاص بعد خطاب عام را تکرار کرد. اول هم خطاب عام بود، یا ایها الناس، تعبیر عوض می کند. ای مردم، آمده پیش شما برهان من ربکم، یک دلیل بسیار واضح و روشن و آن رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما نازل کردیم به جانب شما نور مبین. بعضی هم میگن این عطف تفسیره، انزلنا الیکم نور مبینا، همین برهان قرآنه. قرآن که حقایق را بیان میکند. مردم، رسول الله که یک برهان الهی است، این آمدن. هنوز شما بگید ثالث و ثلاثه، یا بگید ان الله هو المسیح ابن مریم، یا اتخذ الله ولدا، این جنایت شما را خدا قبول نمی کند. مردم
قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. پس آنها که ایمان به الله بیارن طبق تشریح این برهان و طبق این نور مبین ایمان به الله بیارن، تمسک به خدا بکنن، پس آنها را خدا در رحمت خاص خود که جنت از داخل میکند و در فضلهای ویژه که دیدار هست آنها را داخل میکند فی رحمت منه و فضل، علاوه بر جنت فضل هم هست و آن دیدار رب العالمین. خدا آنها را رهبری میکند به طرف خودش به صراط مستقیم یعنی جنت، اما یعنی آنها را ثابت قدم نگاه می‌دارد تا که به جنت برسد. خدا آنها را راهنمایی می‌کند به جانب خودش به صراط مستقیم جنت. در آخر احکام رعیت عرض کردیم میراث خواهر و برادران را که موضوع اول سوره بود. الله تعالی در آخر چیزی که مانده بود راجع به خواهر و برادران عینی و علی. اگر خواهر و برادر عینی دارد متوفا، علی دارد، علی ها میراث نمیبرند، عینی ها میبرند. اگر عینی ندارد علی ها میراث میبرند. بعد از میراث برادر و خواهران خیفی، اونها ذوی الفروض بودند و اینها عصبه هستند. و کلاله کسی را میگن که اولاد ندارد، پدر و مادر هم ندارد، پدر ندارد، این کلاله. سوال میکنه از شما پیغمبر راجع به میراث کلاله یستفتونک، شما در جواب بگید که خدا به شما فتوا میده راجع به کلاله. سوال هم از کلاله بود. حالا کلاله به کسی میگن که اولاد ندارد، فرو ندارد، و اصول ندارد یعنی پدر زنده نیست. اگر تنها مادر زنده باشه باز هم کلاله. اگر شخصی هلک مات مرد، هلک به معنی چیه؟ مات، لیس له ولد، برای او فرزند نیست، نه مذکر نه مؤنث، نه پدر نه مادر، این کلاله هست. وله اخت، این یک خواهری دارد. این از این خواهر مراد خواهر عینیه یا خواهر علی. تو این خواهر نصف ما ترکه برادر هست. یک برادر یک خواهری، گوش کنید، یک برادر یک خواهری، خواهر بمیره نه برادر بمیره، خواهر نصف مال این برادر خود رو میده. دیگه هیچ کسی نداشته، برادر نه فرزند داره نه پدر و مادر داره، کلاله. تو خواهر نصف مال او رو میده، نصف دیگر مال عمو و غیرها میشه. لیکن اگر خواهر بمیره و یک برادر داشته باشه، این برادر تمام مال خواهر را میده. ولا برای اون برادر یک خواهریه، پس ولها نصف ما ترک. و اگر خواهر بمیره و برادر بمانه و هو یرثها، این وارث میشه به شرطی که این خواهر هیچ فرزند نداشته باشه. خواهر کلاله، یعنی یک خواهر فرزند نداره، پدر و مادر هم نداره. این برادر کاملا میراث اون خواهر خود را میبره اگر اون خواهر ولدی نداره، والدینی هم نداره. چرا؟ اگر خواهر ولد دارد که ولد عصبش. خب اگر برادر یکی مرد، برادر مرد، او فقط دو خواهر یا بیشتر داره، دو خواهر یا بیشتر داره، تو برای این دو خواهر یا بیشتر دو سوم مال این برادر که مرده، برادری بوده دو تا خواهر یا سه تا خواهر داشته، این برادر مرد، برادر کلاله، یعنی اولاد هم نداره، پدر و مادرش هم زنده نیست، تو این خواهرها دو برابر مال او را میبرن. فلهم الثلثان مما ترک. خب باقی مانده مال عصبه، عمو زاده اینهای به اونها تعلق. خب الان به شخص میمیره کلاله، خواهر و برادر داره، هم خواهر داره، این صورت تک بوده نه، هم خواهر داره هم برادر داره، پدر و مادر هم نداره، خودش اولاد هم نداره. این برادر بمیره، خواهر و برادرها میراث او را میبرن، لیکن طور تقسیم میشه که به برادر دو برابر خواهر بود. حالا کسی مرد یک برادری داره دو تا خواهر داره، مال تقسیم میکنن، نصف را میدن به یک برادر و نصف دیگر را به اون دو تا خواهر.
جو قانون للذکر مثل حظ الانثیین، اون صورت تک بود. و اگر باشن وارث این کلالا خواهر و برادر رجال و نساء باشن، پس قانون اینه فللذکر مثل حظ الانثیین، برای مذکر 2 برابر 2 ماده، مثل 2 سهم 2 ماده، مثل سهم 2 ماده. حظ به معنی سهم، اثنین انثیین 2 ماده. پس برای ذکر مثل سهم 2 ماده. خدا بیان میکند برای شما آیات و احکامات را. ان تذلوا به معنی لئلا تذلوا، قبل از ان لام و بعد از ان لام مقدره. الله تعالی احکام برای شما بیان میکند لئلا تذلوا، تا شما گمراه نشید، بی‌راه نشید. الله بكل شیء علیم است. حکمت الله تقاضا کرد که میراث خوران را تقسیم بکند که تا کله دیگر را خورد و خمیر نکند. دعوا نکنید و خود را نکشید. چقدر مهربان. تمام میراث هر چقدر انسان توی کره خاکی هستن، میراث همه را خدا تقسیم کرد. و هر کس که علم میراث را داشته باشد نصف علم را دارد. پیغمبر علیه السلام علم میراث را یاد بگیرید و یاد بدهید که من بنده خدا از میان شما میرم. چرا؟ انسان 2 بخش دارد. یک بخشی قبل از مرگ هم خدا تمام مسائل را حل کرده، یک بخشی بعد از مرگ. الله تعالی هم قبل از مرگ و هم بعد از مرگ مسائل را برای شما بیان کرده. یبین الله لکم الآیات، احکام را برای شما خدا بیان کرده تا شما گمراه نشید. به خاطر میراث یک دیگر را خورد و خمیر نکنید و به راه جهنم نرید. تقسیم شده، به تقسیم خدا راضی بشید. هر که به تقسیم خدا راضی نیست، پس بشینه تا خدا او را بپرسه تو چیکاره بودی که تقسیم خدا را قبول نکردی؟ خدا هست. الله به هر شیء علیمه. در صورت خواهر و برادر عینی علی را هیچی نمیده. اگر عینی نیست علی میبره. دانا هر چی کرده شما حق چرا نداره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.